Aleyküm aziz və hörmətli dostlar, xoş gördük. Umarım ki keyfiniz sazdır. سلام دوستان عزیز، انصاف علی هدایت هستم و با یک برنامه دیگه از سری برنامه های مهندسی جهل در خدمتتون هستم. دوستان، من دارم برنامه رو از طریق به طور زنده از طریق اینستاگرام و از طریق یوتیوب اجرا میکنم. یوتیوب این امکان رو داره، الان دارم که بتونم صفحه کامپیوتر رو و اون مطالبی رو که میخوام دربارش صحبت بکنم رو نشون بدم، هم شما ببینید هم من ببینم. این اتفاقیه که خواهد افتاد و اما اینستاگرام شما این رو نمیبینید، فقط صدا رو میشنوید و من رو میبینید، اما اون کتاب ها، اون صفحه ها رو که نشون میدم یا کلماتی رو که نشون میدم نمیتونید ببینید. به هر حال اجازه بدید با یک برگردیم بریم اون کتاب هایی که دانلود کردیم یکی از اونها رو پیدا بکنیم و شروع بکنیم به خوندن اون، ببینیم چی میشه. من الان کجا هستم مثلا خودم نمیدونم. اومدیم که داخل کتاب هستیم. نه، این داخل یه برنامه دیگه هستیم. تلگرام. خب کتاب هایی رو که تا الان خوندیم، دیوان لغات ترک رو هم دیروز توضیح دادیم، یعنی جلسه قبلی دیروز که فکر کنم نبود، ولی جلسات قبلی توضیح دادیم در یه جلسه قبل در مورد دیوان لغات ترک. یه کتابی اینجا دارم میبینم دوستان، بذارید بازش بکنیم ببینیم که چی ها هستش، چی هستش این کتاب. خب این کتاب فهرست نسخه های خطی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله عظما مرعشی نجفی هستش. فکر میکنم که نیاز چندانی به معرفی این کتاب نباشه، ولی اجازه بدید حالا که این رو باز کردیم تا حد ممکن امروز بیاییم یه کار بکنیم دیگه. همیشه قرار نیست کتاب بخونیم. حالا یه کتاب هایی رو که به زبان ترکی هست و کتابخانه آیت الله عظما مرعشی نجفی مرحوم این رو جمع کرده و در بخشی از کتابخانه که اسمش گذاشته جنجینه جهات مخطوطات اسلامی، جنجینه جهانی مخطوطات اسلامی، اونجا اینو نگه داشته. البته در چند جلد احتمالا باید باشه. جلد اولش رو کار کردن، نگارش حسین متقی هستش به سرپرستی سید محمود مرعشی نجفی. این کار رو در سال 1381 شمسی و 1423 قمری این رو آماده چاپ کردن. فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ آیت الله عظما مرعشی نجفی به روان پاک پیر روشن ضمیر شاعر دلباخته اهل بیت عصمت و طهارت محمد ابن سلیمان بغدادی متخلص به فضولی تقدیم میشه. باریکلا یک کتابی رو نوشته و گفته اگه این ثوابی داره برای روح فضولی میفرستم، برای اینکه فضولی هم جزو بزرگترین شاعران ترکی سرای هست. حالا کتاب یه مقدمه داره در مورد خود کتابخونه هستش که حالا داره میگه این مجموعه بیدل که در حال حاضر افزون بر 65,000 عنوان نسخه خطی نفیس دربار داره. یعنی در کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی بیش از 65,000 نسخه خطی وجود داره که حالا به زبانهای مختلفه، که تعدادی از اونها هم به زبان ترکی هستش. حالا یه فردی به عنوان اینجا نوشته بود حسین متقی رفته این کتابخونه با آقای پسر فرزند آیت الله مرعشی همکاری کرده، یعنی ایشون با ایشون همکاری کرده، ولی به هر حال چون رئیس کتابخونه است بگیم ما باهاش همکاری کردیم. اون با این آدمی که رفته اونجا کار بکنه همکاری کرده و این کتاب ثمره اون هست. در اینجا خود آقای مرعشی هم براش یه مقدمه نوشته
حالا این نویسنده گفته که به حول قوه الهی فهرست نگاری نخستین جلد فهرست نسخه های خطی ترکی کتابخانه بزرگ حضرت آیت الله عظما مرشی نجفی قدس سره به اتمام رسید و اینه به جامعه پژوهشگران نسخ خطی اسلامی تقدیم می‌گردد. این مجموعه که در آن بیش از 200 کتاب رساله به نحو الفبایی فهرست شده شامل نسخه های ترکی معرفی شده در مجلدات سیگانه فهرست نسخه های خطی همین کتابخانه است. خب آدم ببینیم ما این کارو نکردیم. ما هر کدوم ما میتونیم بریم به یک کتابخونه ای بگیم آقا شما کتاب خطی دارید؟ بله. آیا یه فهرستی از کتاب هاتون دارید؟ بله. معمولا دارن. این رو بگیریم و بشینیم ببینیم که کدوم موضوعش، اسمش، موضوعش، نویسندش مربوط به ترکه. ممکنه یه کتابی باشه که یه نویسنده ترک نوشته به زبان دیگری نوشته، اوکی، مثلا این رو هم میتونیم در بیاریم. بعد کتابی که به زبان ترکی نوشته، هر کسی نوشته، این رو هم میتونیم در بیاریم و کار بکنیم. عرضم به حضورتون اینجا گفته که از آنجایی که بیشتر نسخه های فهرست شده در این مجموعه را نسخه های ترکی عثمانی در بر میگیرد، به جهت تسهیل در مراجعه محققان کشورهای دیگر علاوه بر استفاده از تواریخ میلادی از روش آوانگاری ترکی استانبولی نیز برای اسامی کتب و وسائل بهره گیری شده است. خب اینها اومدن از اون چیز استفاده کردن. کتاب ها علاوه بر ترکی عثمانی آثاری نیز با لهجه های آذری که نمیدونم کدوم زبانه، احتمالا منظورش ترکی آذربایجان هستش، جغتایی یا جغتایی و ازبکی معرفی شده. خب حالا در این اثر از روش فهرست‌نگاری نوین که در مجلدات 28، 29 و 30 استفاده شده بهره جسته است. اینم از اینجا. دوباره اینجا هم حسین متقی خودش این مقدمه رو نوشته که چجوری این کار رو انجام داده. کتابی که اینجا، حالا من نمیخوام خیلی توضیح بدم، فقط کتاب هایی که بتونیم در اینجا چند تا کتابش رو معرفی بکنیم. احکام رمل به زبان ترکی هستش، در زمینه علوم غریبه هست. حالا آغاز bu اشکال زمیرین bildirir bu اشکال زمیرین bildirir زناتی گلنج زمیر الله. حالا این میاد در مورد یه چیزهایی صحبت میکنه، گزارشهایی که در مورد رمل و استرلاب و اینجور شده هستش. پس یه کتاب در اینه. احکام علم الرمل دوباره با اینکه الف شروع کرده، اما مثلا بعد از الف نگاه کنید ه رفته. نمیدونم بین الف و ه چند تا الف ب تا ت س جیم ه چ خ داره، اینها رو نمیدونم اینها رو رد شده یا اینکه کتابی با این حروف نبوده. چون الفبا رو وقتی میگم باید اگر الف اوله، اگر حرف دوم هم الف باشه باید بیاد، اگر حرف دوم ب باشه باید اون بیاد، اگر حرف دوم ت باشه باید اون بیاد، به تدریج. اگر حرف آخر ی باشه باید اون بعد از الف بیاد مثلا. حالا ببینیم چی هست. احکام علم الرمل رفته در مورد رمل ها صحبت. احوال 12 امام دوباره بعد از الف ه هستش. حالا رمل دوباره علوم غریبه هستش، در مورد جادو جنبل ترکی عثمانی نوشته شده. ترکی عثمانی آذربایجان تقریبا یکیه دوستان، هم از نظر نژادی یکن عثمانی و آذربایجانی ها، هم از نظر زبانی یکیان، یگانه هن. خیلی تفاوت چندانی نداره. احوال 12 امام، اینم احوالی 12 امام. تصوف زبان ترکی استانبولی هستش. طریقه جلوت و خلوتیدن سوال علونموش. حالا بحث اینجوری سوال میشه، مثلا جلوت و خلوت چی هست؟ جلوت احتمال میدم که به این معنی باشه جلا، آشنایی، همین شفافیت مثلا. یعنی
جلوی مردم بودن، یعنی در منظر عموم بودن. و خلوت عبارت است از اینکه مثلا شما با یکی خلوت بکنید، یه جایی باشید که همه شما رو نبینن، حالا با دوستتی، با معشوقتی اینا. Sual olunmuş. İki seyyide hakka yürüdür. سیده یعنی خانم. دوستان در زبان عربی اگر بخوایم بگیم به یکی جنابه، آقای فلان، باید بگیم مثلا یا سید. اگه بخوایم بگیم خانم باید بگیم سیده. این که به یه عده سید میگن در ایران این همونه، یعنی آقا. سیده هم یعنی خانم. حالا بگیم خانم آقا مثلا. خانم آقا اسم خانم هاست در بخش هایی از ممالک محروسه. حالا کتاب بعدی که به ترکی هستش اسمش هست اختری صغیر لغات. این حتما یک کتابی هست به نام اختری کبیر، یک کتاب دیگری که مثلا به نام اختری صغیر. این در زمینه لغاته. حالا اون اختری کبیر در زمینه چی هست نمیدونم. اجازه بدید ببینیم که اختری صغیر لغتی اختری حالا معلم نویسندش مصلح الدین مصطفی بن شمس الدین گرهساری کوتاهوی مشهور به اختریه. لغت زبان عربی، ترکی، عثمانی. پس زبانش عربی ترکی هستش. این هم یک کتاب دیگه است که در مورد لغت شناسی ترکی هستش. احتمالاً این رو بتونیم حالا یه جایی پیداش بکنیم، اینم یه نظری بهش بندازیم. در مورد این کتاب توضیح بیشتر داده، نمیدونم چرا، ولی با این حال خالی از اغلاط نیست. یعنی حالا آغازش الحمدلله الذی شرفنا بالنطق و البیان، این در حقیقت میگه که آقا کتاب با چه جمله‌ای شروع میشه، این رو شروع کرده به اون آورده. بعد گفتیم که اختری کبیر باید داشته باشه. من اینجا هستش اختری کبیر، دوباره لغاته، مؤلفش همون شخصیته. حالا این کی کتاب رو نوشته دوستان؟ 968 این به دنیا اومده، در 1560 نمیتونه، نه این میلادیه، 1560 هم این کتاب نویسنده در 968 فوت کرده، ببخشید، مصادف با 1560-61 میلادی. موضوعش دوباره زبان هست، عربی و ترکی عثمانی. پس دو تا کتاب این آدم نوشته، یکی خلاصه یکی دیگه است احتمال میدم. اختری کبیر یه لغتنامه بزرگتریه، یه لغتنامه احتمالا خلاصه این رو به نام اختری صغیر نوشته در رابطه با لغت‌های، نمیدونم چرا اسمش عثمانی گذاشته، من اصلا اینو نمیتونم این تقسیم بندی رو بپذیرم. باید به ما بگن که فرق بین آذربایجانی، اولا بین اوغوز، زبان‌های اوغوز فرقش چی هست؟ قشقایی و ترکمن و مثلا من فرق خودم به عنوان انصاف علی دایی که در زبان ترکی تخصصی ندارم، نمیتونم اظهار وجود بکنم جز این که بزرگان اگه حرفی بزنم من باید سکوت بکنم و لال بشم. اینو بگم که من بین ترکمنی و آذربایجانی، ترکی آذربایجانی و ترکی در ترکمنی ها یه فرقهایی رو میتونم ببینم حالا، ولی این فرقها اونقدر عمیق نیستش که مثلا اگر من 10 صفحه از یک کتاب ترکمنی رو بخونم یا 20 صفحه، بعد از 20 صفحه بگم که آقا من بازم متوجه نمیشم فرق چیز رو، این زبان ترکمنی رو یا قشقایی رو. خب ممکنه یک لهجه‌ای باشه، مثلا میگم قرقیزی مثلا یا تاتاری، که من اینو ممکنه مثلا بعد از خوندن یک کتاب هم نتونم بگم که این ترکیه یا متوجه نشم با ترکی آذربایجانی ها، با اینکه علمی نیست، یعنی زبانی که من خوندم زبان علمی استاندارد نیست.
ولی با این وجود اگه من یک کتابی رو بخونم و ترکی باشه، از شاخه های زبان ترکی و ملت ترک باشه، ولی بعدش بگم که آقا من این کتاب رو خوندم ولی متوجه نمیشم که این ترکیه، یا متوجه 90% کلماتش نمیشم، اون وقت میتونم اینو بپذیرم که این یه لهجه دیگه است. اما اگر من یه زبانی رو کاملا متوجه میشم، مثلا من عثمانی رو کاملا متوجه میشم، من شخصا با اینکه تحصیل نکردم در این زبان اما کاملا متوجه میشم. خب وقتی من کاملا این زبان رو متوجه میشم و فرق چندانی برای من، مثلا از 100 کلمه ممکن 2 کلمه یا 1 کلمه یا 5 کلمه فرق داشته باشه، خب شما 95% کلمات رو که با هم شبیه هستن به خاطر اون 5 کلمه‌ای که شبیه نیستن قربانی نمی‌کنید که. این اشتباهی بود که به نظر من کسروی کرد. کسروی اومد در آذربایجان مثلا بگیم که 60,000 فعل بسیط داره، فعل تک کلمه‌ای داره، و مثلا در آذربایجان تات‌ها هم بودند، تالشی‌ها، و اونها هم مثلا تو روستاهای مختلف یه تعدادی بودن، حالا اونها هم صحبت میکردن. حالا این مجموعه آذربایجانی که مثلا 10,000 تا روستا داره، اینو گذاشت چسبید به اون 4 روستایی که مثلا چیز داره. خب این از نظر علمی شما میتونید بگی که من یه کار تحقیقاتی روی زبان ترکی انجام ندادم، در روستای فلان 4 روستا رو به عنوان نمونه برای این مسئله انتخاب کردم. این علمی تره. امروز که من صحبت در دوره کسروی این به این شکل کار تحقیقاتی وجود نداشت. در ایرانی که صحبت میکنیم وجود نداشت، در اروپا وجود داشت قطعا. ولی خب حالا این آدم در اون مقطع اومده به جای این که بگه آقا اکثر روستاها ترکن، حالا این وسط هم یه روستاهایی هستش که به این زبانی که من دارم الان جمع آوری میکنم و اسمشم میذارم آذری مثلا، حالا تات بودن، این علمی تر میشد. ولی چون اون زمان ایشون اومده اکثریت رو، یعنی 95% نه خیر 99%، بیش از 99%، یعنی ممکن 99 98% روستاهای ترک آذربایجان و شهرهای آذربایجان رو، خود تبریز رو که ایشون هم بچه تبریز بود، فدای 4 روستای تالشی زبان میکنه که حالا در اونجا هم تعداد افرادش اندکه. کاری نداریم که تعداد افراد اندکه، ممکنه که ایشون کار میکرد روی زبان تات، مثلا میگفت که آقا این زبان در حال انقراضه، ولی ایشون روی انقراض زبان کار نمیکنه، روی این کار میکنه که آقا این زبان اصلی آذربایجان بوده. حالا دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که در این 4 روستا مثلا 20 نفر 30 نفر دارن لغت‌هایی رو به کار میبرن که با فارسی ارتباطی داره، یعنی تالشی مثلا. این به نظر من کار علمی نبوده. حالا لغات اختری کبیر یه لغتنامه هستش به زبان، حالا اینجا در مورد این کتاب یه ویژگی های نسخه، این نسخه دارای یک سرلوح محرابی زمینه لاجورد با گل و برگ طلایی به سبک ترکی است. نگاه بکنید، حالا یه سبکی هست به نام سبک ترکی، حاشیه نویسی، حالا باید اینو دید، اگه ببینم مثلا منم ممکنه که یه چیزایی بفهمم ازش. اندکی با نشان من رحمت الله، حاشیه نویسی اندکی با نشانه من رحمه الله داره که به نقل از مؤلف می باشد. برگها مجدول به شنگرف هست. نمیدونم، مجدول رو میدونم که احتمالا یه جدول بندی، شنگرف یعنی چی هست اینو نمیدونم. در انجام 2 مهر بیضی با عبارت سعادت صبحی دیده می شود. در برگ پایانی، حالا این دیگه ما وقتی یک نسخه رو میبینیم. حالا نسخه دیگری هم ازش هستش که میگه این نسخه قبلی اختری کبیر با این شروع شد و الحمدلله الذی شرفنا بالنطق والبیان و فضلنا بالفصاحة والتبیان. حالا اینم اینجوری همونجوری شروع میشه ولی یه مقدار فرق داره. الحمدلله شرفنا بالنطق والبیان و هو ما، از اینجا فرقش میاد. یجری علی اللسان و فضلنا بالفصاحة والتبیان، یه مقدار فرق داره. حالا اینجا این دو
احتمالاً یکی. حالا این تغییر رو میشه اینجوری گفتش که احتمالاً یکی اومده اینو نسخه برداری بکنه، کپی بکنه، نشسته، حالا یه جاهایی خودش اضافه کرده دیگه. بذارید ببینیم 6. هم در حال همه درباره همین چیزی کبرا داره توضیح میده. اختری کبیر داره توضیح میده. این شماره 7 هستش که اختیار الجزئی اراده. اینم یک کتابیه، دوباره همین نویسنده نوشته. کتاب 7 که اینجا معرفی میکنه، این هم دوباره محمد ابن مصطفی حمید کفوی حنوی مشهور به آق کرمانی متوفای 1174 هجری قمری، یعنی حدود 300 خورده سال پیش این آدم یک کتاب اختیار الجزئی نوشته، اسم کتابشه. حالا این اراده هم جلوش چی هست اینو نمیدونم. ارادی جزئی، این اراده، اسم کتابش اراده جزئی است. اختیار جزئی، اراده جزئی. حالا این کار فلسفی هم میتونه باشه. بذارید ببینیم چی هست. برای اینکه وقتی شما از اختیار و اراده صحبت میکنید، یعنی از اختیار و جبر صحبت میکنید، اینجا یعنی میره تو اون زمینه. این اختیار جزئی و اراده جزئی، اختیار رو مساوی اراده گرفته. یعنی شما یه اراده جزئی دارید ولی اراده اصل ارادتون دست خارج از خودتون. حالا ببینیم این کتاب موضوعش کلامه، یعنی در زمینه عقاید اسلامیه. زبانش هم ترکی عثمانی نوشته ایشون. کتاب بعدی که 8 باشه، حالا با چه جوری آغاز میشه؟ کتاب اینجوری آغاز میشه: بسم الله الرحمن الرحیم و ما تشاءون الا ان یشاء الله رب العالمین. اونها نمیتونن چیز رو بخوان الا که اراده بکنن. یشاء اراده هست. ما تشاءون، اونها اراده نمیتونن بکنن الا ان یشاء الله رب العالمین، الا اینکه خداوند اراده بکنه، الله اراده بکنه. انجام فکر می‌کنم آخرین سطرش باید باشه. حالا دارم متوجه میشم قضیه چیه. انجام آخرین سطر کتاب هم موجب اولیهی یدی. اوکی، این ترکی هستش، ببخشید من همینجوری موجب اولیدی لازم گلوریدی lakin خاشا عکس ملابسdir böyle معلوم و ضبط دولونه. ببینید یه ذره تغییر لهجه هستش، وگرنه دقیقا زبان آذربایجانی هستش. با این نوشتار تلاش میکنن ترک ها رو از هم جدا بکنن دیگه. باید یه جوری بگه آقا اون تو نیستی، تو هم تو نیستی، اون آذربایجان شمالیه، نه آذربایجان جنوب ایرانه، اون ترکیه است، عثمانیه، اون نمیدونم فلانه. اینجوری باید ترک ها رو از هم جدا بکنن. 8 کتاب اذکار و ادعیه، هنوز روی الفه. این کتاب موضوعش تصوفه، عرفان، در مورد عرفان صحبت میکنه. زبانش هم 2 زبانه است، ترکی عثمانی و عربیه. کتاب با حمد خدا شروع میشه و آخرش المریچون فتح فتوحات، حل جمیع مشکلات، سلامت ایمان، به سر الله الفاتحه. حالا با این جمله هم تموم میشه که کتاب رو نخوندیم به خیلی برای ما مفهوم نخواهد بود. دهگز استعاره شماره 9 کتاب که به زبان ترکی هستش، در کتابخانه حضرت الله مرعشی نجفی نگهداری میشه. اسمش استعاره هستش. در مورد بلاغته. بلاغت دوستان از بلغه هستش، بالغ شدن هم از همین کلمه هست، یعنی سخنرانی جذاب و کامل. یا یه جوری دیگه تعریف بکنم، بلاغت عبارت است از دانشی که شما با یاد گرفتن اون، حالا در اروپا بهش منطق میگن، منطق سوری، یعنی منطقی که شما باهاش فکر نمی کنید، باهاش کلمات رو کنار هم میچینید. اون منطق اونجا هست که شما خوب صحبت بکنید، دیگران رو قانع بکنید.
یا خلع سلاحشون بکنید دیگران رو. اون کسی که جلوی شما داره با شما مباحثه میکنه اون خلع سلاحش بکنید، تسلیم بشه در مقابل فکری که شما ارائه میدید و جمله بندی که میکنید. در بلاغت همونه، شما از یه اصولی استفاده میکنید برای اینکه کسایی که پای منبر شما هستن مجذوبتون بشن، بهتر صحبت بکنید. این هم زبانش ترکی آذربایجانی هستش به نظر من. کتاب دهم اوجوبة الغرائب فی نظم الجواهر العجائب. اوجوبه غرایب، عجیب خودش عجیبه، غریبم که غریبتره، عجیبا در غریب. یه کتاب اینجوری، یعنی یه کتابی که عجایب بگیم. غرایب از غربت اگه بگیریم، غریب بگیریم یعنی ناشناخته، عجیبم که خودش حیرت آوره دیگه. حالا فی نظم الجواهر العجایب، در شعر فکر میکنم باشه. موضوع کتاب لغت منظوم، زبانش ترکی، عثمانی و عربیه. خب ببینید حالا یک کتاب دیدیم که در زبان ترکی مثل فارسی شعر هم گفتن. تا الان دیدیم که در زمینه چی؟ فارسا در این زمینه کتاب ندارن. در زمینه بلاغت باشه، در زمینه حالا لغت ممکنه که داشته باشن، اینو کاری بهش نداریم. حالا جادو و جنبل به زبان فارسی فکر کنم نداشته باشیم. اذکار و ادعیه که اصلا نداریم. اذکار و ادعیه که در مورد اذکار و ادعیه در مورد دعا و اینا باشه، ولی در مورد تصوف احتمال میدم که کتاب ترک فارسی داشته باشیم. حالا از این به بعد این قسمت رو بررسی کنیم. خب شاعرش یه آدمی بوده، بهاءالدین ابن بایرام بهاءالدین فرزند بیرام، ملگراوی انگراوی، معلگراوی انگراوی. این معلگراوی انگراوی هم با غربی بوده و یا مثلا او غربی بوده. حالا این احتمالاً مربوط به قبیله‌ای باشه، قومی باشه، نمیدونم یعنی چی. موضوعش لغت منظومه، در مورد لغت صحبت میکنه اما در شعر. خب یعنی لغت ها رو بر اساس شعر میگه. این رو من فکر کنم که وقتی خیلی نوجوان بودم یک کتابی در این زمینه خونده باشم. و اصلا قبلنا زبان فارسی رو قبل از اینکه رضا پهلوی و پهلویچی ها و اینا پیداشون بشه و ترک ها تحت سیطره و اشغال پانفارسیسم و پانفارسا قرار بگیرن، آموزش مکتب خونه‌ای اگر یک ملتی میخواست، یک کسی میخواست زبان فارسی یاد بگیره، زبان فارسی لغاتشو با زبان ترکی می آوردن در شعر، اینجوری میخوندن. حالا من یادم نیست، پدرم خدا بیامرز کاملا از بر بود اینها رو. خب بریم کتاب 11 الفاظ کفر. احتمالاً این الفاظ کفر مؤلفش ناشناخته است، نویسندش کیه معلوم نیست. کتاب عقایده، در زمینه عقاید کفر صحبت میکنه. منظورش کفرش چی هست نمیدونم. نگاه کنید یک کسی رفته مثلا ممکنه که کسایی که خدا ناباورند دلایل اونها رو جمع آوری کرده، خدا یا دینهای دیگری رو که مثلا بت پرستن اینها جمع آوری کرده. چون که وقتی کفر میگه به نظر من چون کتاب رو نخوندم تعریف نمی کنم، چون در قرآن کتاب‌های آسمانی رو پذیرفته که 3-4 تا بیشتر نیست، داوود و ابراهیم و عیسی و موسی، تمام، و حضرت محمد چون اصلا هر که دیگه این کفر درش نیست. به اینها کفر نمیگن، به اون 4 تای دیگه هم کفر نمیگن. در نتیجه من مطمئنم که در این مورد نیست. اما قانون اساسی جمهوری اسلامی برعکس قرآنه، اومده گفته که ادیان آسمانی کتاباشون مورد قبوله، از جمله زرتشتی رو آورده داخل اون که کتاب زرتشتی کتاب آسمانی نیست، حداقل یک تا پرست نیست.
خب این هم موضوعش به نظر من خیلی جالبه، برای اینکه شما برای یک جامعه شناسی ببینید این رو جامعه شناسی ادیان در نظر بگیرید، بگید که یا جامعه شناسی غیر دینداران نظر بگیرید، غیر خدا ناباوران در نظر بگیرید. یک کتابی نوشته که رفته ببینه که خدا ناباوران یا غیر توحیدیان، اونایی که به خدای یگانه اعتقاد ندارن، اینها چجوری فکر میکنن، دلایلشون، منطقشون چی هست. یعنی ببینید رفته رو این کار کرده. زبان ترکی درش یک کتاب در این زمینه هست. حالا چرا در این زمینه ها هست؟ حالا برمیگردیم دوستان، دوباره من اینو بهتون میگم، برای اینکه ترک ها امپراتوری داشتن آقا، 1000 سال دولت داشته. این باید هر کسی که در این سرزمین ها از چین گرفته تا بالکان تا وسط اروپا، هر کسی که در اینجا زندگی میکنه باید محققان رو میفرستاد، اونجا زندگی میکردن، نسلها حتی ممکن بود اونجا زندگی میکردن. بعد اینها کتاب مینویسن که آقا اینا اصول فکریشون چیه، فروع فکریشون چیه، خرافاتشون چیه، دلایلشون چیه، منطقشون چیه، ضعفشون چیه، قدرتشون چیه، اقتصادشون چیه. من یک کتابی، حالا اینم یه روزی امیدوارم برسیم به یک کتاب آمریکا چاپ شده، اینو من دیدم، اومده تو ایران محقق یه روستا رفته، مثلا البته 400 500 تا روستا حداقل رفته، چند تا استان، آدم‌ها رو شمرده دونه دونه، سن‌هاشون رو یادداشت کرده، تعدادی که زنن یادداشت کرده، تعدادی که مردن زن، تعدادی که ازدواج کردن یادداشت کرده، تعدادی که مجردن یادداشت کرده، تعدادی که شوهرشون مرده یادداشت کرده، تعدادی که شوهرشون یا زنشون مریضی یادداشت کرده. مریضیش چیه؟ تو این روستا مریض‌ها چه مریضی دارن، دندون‌هاشون رو شمرده، هر کدوم دهنشون چند تا دندان دارن، چشماشون رنگاشون چه رنگیه، بینی‌هاشون به چه بلندی. یعنی اومده صورتشون رو اون زمان برای اینکه نژادها رو مشخص بکنن، اومده بودن نژادها رو بر اساس چهره. الانم خیلی من میبینم این آدم‌هایی که فکر میکنن خیلی میفهمن دارن مینویسن مثلا کامنت در زیر نوشته های من یا دوستان، آقا شما مغولید چشماتون اینجوریه، شما ترک نیستید چشماتون اینجوریه، شما زرد نیستید. آدم ها خیلی، نگم احمق، ولی خب خیلی بچگانه فکر میکنن. ولی در اون زمان این به یک علم حساب میشد. می اومدن و اینجوری اندازه میگرفتن چونه رو، عرضش و طولش رو، اینجا رو، عرض اینجا رو، شونه رو، سینه رو، بدن رو نگاه کرده نوشته. یعنی میفهمه که آقا چند نفر تو این روستا به چه زبانی صحبت میکنن، چه دینی دارن، چه نوع بیماری هایی دارن، چند نفرشون کورن، چند نفرشون کچلن، چند نفرشون لوچن، چند نفرشون زنا کردن، چند نفرشون دیندارن، چند نفرشون بیدینن. نگاه کنید، اومدن کار کردن برای اینکه بدونن الان برای ما یعنی 300 سال پیش کار کرده، 250 سال پیش شروع کرده به اینکه ما رو اشغال بکنه، 100 سال بعد ما رو اشغال کرده، 50 سال بعد ما رو اشغال کرده، کاملا ما برده‌وار داریم براش کار میکنیم، تازه افتخارم میکنیم که ما آقا خیلی غربگراییم فلان بهمان. الفاظ کفر، حالا در اینجا هم آغازش بیرگون پیغمبر حضرت علیه السلام، هان که پیغمبر معلوم نیست، این پیغمبر کلمش هم احتمال میدم فارسی باشه، احتمال بعضی از دوستان میتونن بگن که این پیغمبر فارسی نیست، یه زبان دیگه است یا ترکیه. ابوبکر و حالا این کفر و شرک بو خلق آراسینده. حالا داره کتاب اینجوری شروع میشه دیگه، بعد آخرش هم اینجوری تموم میشه که قصدی و فکری و اختیار اولمک سرنن کافر ölmez. اگر پس قصد و فکر و اختیاری نداشته باشه انسان نمیتونه کافر باشه. تمت الکتاب به اون الله به نون ملک الوهاب. دقیقا کنید، همین جملهش خیلی جالبه. اگر اون آدمی که کافره، ما میگیم کافر، اگر اون قصدش نبوده و فکرش نبوده و اختیارش نبوده که کافر باشه، که الان ما
نمیدونیم که مسلمانی ما چقدر اختیاریه. من فکر میکنم مسلمانی در ایران برای ماها و در کشورهای اسلامی جبریه، اختیاری نیست، چون که از پدر و مادر زاده میشیم، به دنیا میایم و همون اولین ساعت گوش ما رو با اذان پر میکنن. خب خدای، همون شستشوی مغزی در همون لحظه شروع شد، در اختیاری نیست. ما مسلمون اختیاری نیستیم، ما نیومدیم بریم کار تحقیقاتی بکنیم، اونم نه اینکه بریم کتابای مسلمان‌ها رو بخونیم، نه، یه مثلا خدا ناشناس‌ها، کمونیست‌ها، ضد خداها رو بخونیم، آتئیست‌ها رو بخونیم، ببینیم که آقا چی میگن، بعد بیایم ادیان دیگر رو بخونیم، مثلا ببینیم اونا چی میگن در مورد عقاید اسلامی. خب کتاب 12می که میخوام امروز معرفی بکنم امثله مختلفه هست. یک کتابیه که نویسندش هم نامشخصه، در مورد صرف زبان ترکی رو، قواعدش چیه. جالبه، زبانشناسی رو داشته بررسی میکرده. بذار ببینیم تاریخی برای این کتاب نوشته که ما این کتاب رو بر اساس اون بتونیم بفهمیم که چی هست. اولش اینجوری شروع میشه: نصره در ایران ملاها وقتی میخوان درس بخونن فعله هستش، اونها کار اصلیشون روی فعله هستش، فعل. این رو با این یاد میگیرن زبان عربی رو، ولی اینجا ظاهرا با نصره شروع میکنه. فعل ماضی بناء معلوم مفرد مذکر غائب معناسه یردم etti, yardım, همون yardım etti bir gayb erkekmiş. Erkek. حالا ما یه چیزی داشتیم، گنبر bucaqda oynar erkek. Qəmbər gəlmişdi 5 budağı cümüşü verdim. حالا اونجا یه erkek بود، یادم رفت. اون erkek همینه، یعنی مذکر، مرد، نر. erkekmiş، یعنی مذکر بوده. Zamanda erkekmiş zamanda. Erkekmiş zamanda. Erkekmiş zamanda. Nesere. این کلمه مرکب از دو تا کلمه است. مرده، keçmiş zamanda، مردی که در زمان گذشته. yardım etti bir gayib keçmiş zamanda. اوکی، این الان متوجه شدم قضیه چیه. حالا اینجا به معنی مرده. keçmiş zamanda، نگاه کنید، من اگه باشم میگم آقا این آدمی که این کتاب رو ادیت کرده باید ادیت محتوایی هم میکرد، باید این متن رو میخوند. دوستان ادیت دو نوعه، ادیت کتاب ها دو نوعه. من خودم یک کتاب مارکسیستی که قاچاقی در ایران در زمان شاه چاپ شده بود رو در تورنتو یا در ترکیه یادم نیست به دست آوردم و این کتاب رو، ببخشید دوستان من سرما خوردم، اگر میبینی که زبانم میگیره و دماغم میگیره علتش اینه که با دارو اینجا نشستم. 4 تا داروی بسیار سنگین خوردم که بتونم بشینم، برای اینکه خوندن این کتاب ها عشق، زندگیه، بازگشت، اون چیزی که علی شریعتی میگه بازگشت به خویشتن. حتی اون من به نظرم شریعتی هم نمیدونسته بازگشت به خویشتن یعنی چی. من به نظرم بازگشت به خویشتن اینه که وقتی من دارم یک کتابی در مورد هویت خودم، تاریخ خودم، زبان خودم، افکار و اندیشه های پدران خودم میخونم، آقا واقعا آدم خوابش نمیاد، خسته نمیشه. حالا این در مورد پس زبان ترکی داره، زبان ترکی رو، قواعد زبان ترکی رو کار میکنه با فعل عربی. آخرین جملهش هم ولش بکنیم ببینیم که دیگه چی میگه. این کتاب در چه سالی نوشته شده؟ صرف زبان
گفته که تاریخ کتابت 3 جمادی سال 1238 هجری قمری هستش. یعنی که الان 446 1446 حدود 210 سال پیش، 208 سال پیش این کتاب نوشته شده. خب کتاب 13 رو اگه بخوایم بخونیم نسخه دیگره، اصلا اسم کتابش نسخه دیگره، آین اثر. البته این خیلی فرق داره. این کتاب، این که به فارسی ترجمه کردن گفته نسخه دیگر، اما در اونی که به لاتین نوشته شده آین اثر، یعنی خود اثر، نسخه دیگر نیست. آین اثر، آینه یعنی ما به کار میبریم آینه یعنی عینه. اگه این رو من بخوام به فارسی بگم میگم عین اثر، همینه. نسخه دیگر چرا نوشتن اینو؟ به نظر من اینجا با یه مشکل مواجه هستیم. دوباره این احتمالاً نسخه دیگری از همین کتاب قبلی پیدا شده. خب اینم از این. پس نسخه دیگری از همون کتاب قبلی که گفتیم اسمش چی بود، امثله مختلفه، یک کتابی پیدا شده که یه فرقهای اندکی باهاش داره. حالا مثلا ببینیم چی داره این نسخه دیگر. همون با نسله شروع میشه، معناسی گردوم ایندی bir غایب geçmiş zamanda، همون با همون شروع میشه. نمیدونم حالا چه فرقی داشته. ببینیم شاید یالا یک کتابی که خطش نستعلیق افعال ثلاث معرب زیبا، کاتب سید محمد بن عبدالکریم حسینی بلخی نقشبندی. ببینید اینجا آدم هم نقشبندی، هم بلخی، هم حسینیه. بلخی بودنش میگه که آقا هرات، افغانستان، بلخ و اینا مرکز میدونی ترک ها هستش اینجا. نقشبندی هم که یک طیف عرفانگراست. تاریخ کتاب هم سده 12، من که تاریخشو گفتم دیگه، اونم هیچی. انشاء مرغوب، نویسنده شخصی به نام رحیمی، موضوعش ادبیات و نامه‌نگاری، زبانش ترکیه. این کتاب رو حالا ببینید یک کتابی هم نوشتن در مورد زبان ترکی عثمانی. حالا در زمان شاه، یعنی محمد رضا شاه، من رضا شاه رو ندیدم، محمد رضا شاه یک کتاب هایی بود که ما میرفتیم بچه ها، من که خودم مثلا دبستان بودم یا در راهنمایی، میرفتیم این رو میخوندیم، میخریدیم، میخوندیم تا یاد بگیریم که نامه رو، یعنی نامه رو اونجا نوشته بود، چاپ کرده بود، یکی که تو اداره کار میکرد باید اینو میگرفت از روی این نامه مینوشت به دیگران. یعنی اومده بود از سیستم. حالا بذار ببینیم که این چه تاریخی نوشته شده، آیا اونم مثل این بوده؟ نگاه کنید زبان، وقتی به ما میگن زبان فارسی زبان ملیه و مشترک همه مثلا جهان اسلام یا جهان ترک فارسه یا جهان نمیدونم چی هست، ایران فرهنگی، ایران نمیدونم چی، خیلی از این مزخرفات، باید ازشون پرسید که آقا چرا در زمان محمد رضا شاه برای اینکه این آدم ها که مدرسه میرفتن مثل من انشا بنویسن و نامه بنویسن، باید میرفتن یک کتاب بیرون از مدرسه میخریدن، از روی این میدونستن که آقا اینشا مثلا در مورد بهار رو تعریف کنید، اونجا یه تعریف کرده بود و شما اونو مینویسید مثلا. یعنی برای انسان هایی که اگر فارسی زبانن شما بگید که آقا برای اینکه شما بتونید یه نامه بنویسید باید این کتاب رو بخرید، ببینید که نامه رو چجوری باید بنویسن. نگاه بکنید اصلا یه عجب غرایب دروغ میگن. آقا شما کتاب چاپ کردید که این آدم ها بشینن اینو چیز بکنن. حالا بذار ببینیم این تاریخش چیه، آیا اینم مثل اونه؟ این کتاب در سده 13 نوشته شده. بذار ببینیم چه تاریخی، اگر یه تاریخی نوشته گذاشته باشه خیلی عالی میشه. سده 13 میشه 1200 دیگه، از 1200 سده 18 شروع میشه. اینجا هم گفته 1900، از 1900 شروع میشه تا الان 2000 خلن. عنوان ها و نشانی ها، حالا اینم دیگه ولش بکنیم، اینم یه کتابی که نامه‌نگاری رو نوشته. کتاب 15 ایام السعد و النحس،
این گفته روزنامه، نمیدونم منظورش چیه. حالا بذار ببین اینجا ایام اسعد و النحس، روزنامه. حالا یه چیزی که اسمی برای این کتاب گذاشته آدم، مؤلف عبدالغنی ابن عبدالجلیل ابن عبدالعزیز نوشته که معلومه این آدم کلا عربه. تقویم، موضوعش تقویمه. نگاه کنید تقویم. ایام و سعد و نحس، همین که مثلا چه روزهای خوبه برای یه کاری انجام بدی، یه روزهای خوب نیست. من بعضی این اعتقاد ندارن، من پدرم اعتقاد داشت، مرحوم پدر من مثلا روزهای چهارشنبه دنبال هیچ کاری که به غیر کارهای روزانه نها، کاری که مثلا نمیدونم بره یه کار مهمی انجام بده اونو انجام نمیداد. اون گفت که مثلا برای ما روزهای پنجشنبه خوبه. مثلا پدر من پنجشنبه جمعه رو خیلی تاکید میکرد برای ماها. اگه کار مثلا میخواید برید سفر، یا میخواید برید مثلا یه خونه بخرید، مثلا یه ماشین، هر چیزی که مهمی، کار مهمی که روال عادی روزانه نیست، نه اینکه برید بقالی مثلا یه چیز بخرید، نه مثلا میخواید یه کاری رو شروع بکنید، مثلا یه کاری بسم الله میخواید بگید یه کاری رو شروع بکنید، مثلا قالی بافا میخواید یه کار رو دارگالی رو چیز بکنن، مثلا پدرم میگفت که اینو بذارید مثلا روز جمعه باشه، پنجشنبه باشه. حالا ایام نحس و سعد رو میگه. سعد یعنی خوب، شاد، خوب. نحس بد. اینها رو میگه. زبانش ترکیه. ببینید در حقیقت قدیما مثلا این تقویم نویس های قدیمی، منجمان قدیمی یعنی ستاره شناسان، اینا روی این کار میکردن. این یه علمی بوده در یه زمانی. ممکنه الان برای ما خرافات جلوه بکنه، این در یک زمانی علم بود، باهاش یه عده‌ای باهاش زندگی میکردن، سرنوشت یه عده‌ای به این بسته بود. مثلا آقا فلان روز من در خاطرات بعضی از این آدم ها دیدم که مثلا گفته که الان مثلا ما نمیتونیم از کشتی پیاده بشیم خشکی، چون که منجمه گفته که نحسه، یا 10 روز تو کشتی مثلا موندن برای اینکه این نحسی برطرف بشه. کتاب 16 که باز به زبان ترکیه و موضوعش ببینید اینها رو میگم برای اینکه ببینید به زبان فارسی در این زمینه کتاب قدیمی وجود نداره. حالا این نحس و چیزا رو ببینیم چه سالی نوشتن به زبان ترکی، من آذربایجانی میگم این رو، سال 1166، یعنی حدود 300 سال پیش، 340 سال پیش، 300 سال پیش، 326 سال پیش اومدن این کتاب رو نوشتن. کتاب دیگری که هستش در مورد بیان شرایط انتاج اشکال اربعه. چطوری میشه اشکال اربعه؟ فکر میکنم در مورد هندسه میخواد صحبت بکنه، فکر میکنم، نمیدونم. البته موضوعش گفته منطق، زبانش هم عربی ترکیه. منطق اشکال اربعه. حالا من دیگه اینجا لنگ موندم دوستان، برای اینکه اگر اعتراف بکنم خیلی خوبه که اعتراف بکنم دیگه. من منطق خوندم، نمیدونم الان اون اشکال. دوستان این کتاب در رابطه با اشکال اربعه است. خودش گفته که اینو یه آدمی به اسم حسین بهسنی اوایل سده 14 هجری قمری، یعنی خیلی وقتش نگذشته، اینو جدیدن نوشتن. موضوعش منطقه، زبانش عربی و ترکی عثمانیه. میخواستم ببینم که اولش یه چیزی گفته، حالا در مورد چی هست نمیدونم. اینو دیگه ولش بکنیم. این کتاب رو گفتیم که در همین 100 سال قبل نوشتن، حالا ممکن 200 سال، کمتر از 200 سال قبل نوشتن این رو. کتاب 17 که باز به ترکی هست، حالا در اون گفت و در مورد منطق دیگه. حالا احتمالاً گفتش که اون 4 تا بحثی که درش شرایط بیان شرایط انتاج، نتیجه گیری اشکال اربعه، اون 4 شکلی که وجود داره حالا در منطق هرچی هستش در مورد اون بحث میکنه به زبان ترکی. شما در زبان فارسی منطق جدیدن نوشتن بعد از رضا شاه. قبل از رضا شاه منطق به زبان فارسی احتمال بسیار بالا میدم 99% میدم که نوشته نشده.
الا که اون مولای چی هستش، خدای من چرا اسمش یادم نمیاد، من کتابش رو 2 کتاب ازش خوندم در منطق و فلسفه، که یک کتابش به شعر، منطق رو به شعر گفته، یک کتابش به همین معمولی. حتی اسم کتابش هم میتونم بگم که منظومه هست. خواجه. حالا کتاب 17 که الان اینجا میخوایم معرفی بکنیم به زبان ترکی هستش، عربی و ترکیه، بیان طریق قادریه و رفاعیه. رفته دوباره 2 تصوف، 2 عرفان، مذهب عرفانی، مکتب عرفانی که در میان ترک ها و عرب ها و اینها رایج بوده، این رو بر طریقشون، یعنی روش، شیوه عرفان اینها رو بررسی میکنه. ببینید رفته جامعه شناسی داخل یک گروه، مثلا فکر کنید دراویش گنابادی، مثلا رفته داخل دراویش گنابادی زندگی کرده، تحقیق کرده، یک کتاب نوشته در اون مورد. ما در ایران که 100 سال میگن رضا شاه دانشگاه ساخته، قبلش دانشگاه رو قاجارها ساخته بودن، اینا میگن آقا رضا شاه دانشگاه ساخته. از رضا شاه تا امروز شما یه کتاب جامعه شناسی بیارید مثلا در مورد فلان چیز نوشته باشن، مثلا در مورد ترک‌های آذربایجان، در مورد ترک‌های قره‌داغ، در مورد قشقایی‌ها، یه کتاب علمی بیارید. ولی اون زمان، حالا این ببینیم چه زمانیه، رفته داخل یه گروه تصوف که معمولا بسته است. در جامعه شناسی میگن گروه های بسته یا جوامع بسته. جوامعی هستن که خیلی کمتر با خارج از خودشون، که با ازدواج، اینا با خودشون داخل خودشون ازدواج میکنن و از بیرون خودشون ازدواج نمیکنن، رابطه هم زیاد برقرار نمیکنن. در نتیجه اینا جامعه های بسته میگن به اینا. خب معمولا تصوف که جامعه بسته حداقل از نظر اعتقادی هست، یعنی هر کسی نمیتونه بره اینجا، باید بره پیش یه استادی، خیلی سخته وارد این جامعه شدن، برای همین بسته است. خب حالا این رفته اونجا یه کار تحقیقی انجام داده، آقا یه کتابی در این باره نوشته، ببینیم چیه این کتاب، در چه سالی نوشته شده. این جالب باید باشه، برای من جالبه. این حدود 200 سال پیش این کتاب رو نوشته در مورد این قضیه به زبان ترکی و عربی. کتاب بعدی که اینجا معرفی میکنیم در کتابخانه چیز هستش، باز به ترکیه نگاه بکنید دوستان. تاریخ پچوی یا پچوی یا پچی، نمیدونم این چجوری، تاریخ عثمانی اومده، تاریخ 2 تا چیز رو بررسی کرده. حالا نمیدونم این پچی چیه، پچوی یا پچوی، پچی چیه نمیدونم. حالا بذار ببینیم این لاتینش رو چجوری. تاریخی پچوی، تاریخ عثمانی. تاریخ عثمانی مساوی گذاشته که آقا این تاریخ پچوی، تاریخ عثمانی. من جالب شد برام، چون این پچوی رو نمیدونم چیه. بذارید اینو من یه ذره بخونم. زبانش ترکیه، در مورد تاریخ کار کرده. حالا شما یه کتاب قدیمی، حالا بذارید ببینید چه تاریخی نوشته شده. آقا این کتاب 496 سال گذشته نوشته شده. یا حدود 500 سال پیش نوشته شده این کتاب، یا ببخشید 400 سال پیش نوشته شده. 3 سال پیش نوشته شده این کتاب. البته اینجا گفته که 900 خب ببخشید، متن شرح وقایع تفصیلی دولت عثمانی از سال 1049 تا 1000 ببخشید فارسی مشکل. اینو چند روز پیشم قول داده بودم، وقتی داریم کتاب فارسی هم متنی برسیم که بخونیم یه اشکالاتی داره که میگم یکیش اونه. نگاه کنید، من این کتاب فارسی رو میخونم دوستان بدون هیچ پیش داوری. لطفاً زبان فارسی رو بگیم، خیلی شیرینه، خیلی هم خوبه، منم خیلی عاشقشم. خب کتاب فارسی رو داریم شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفته که گزارش متن 2 نقطه شرح وقایع تفصیلی دولت عثمانی از سال 1149 تا 926 هجری. آقا تاریخ رو از اینجا شروع میکنه میره به عقب.
معمولا باید از اول شروع بکنه بیاد به اینجا. چرا اینجوریه؟ برای اینکه این هنوز در زبان فارسی قاعده درست نکرده، احتمالا در زبان عربی هم باشه، نمیدونم. وقتی شما یه متن فارسی رو، متن ریاضی نه، متن فارسی رو میخونید، قاعدتاً باید نپرید، باید همینجوری ادامه بدید. یعنی اول باید اینو بخونید ولی وقتی اینو میخونید، این متن فارسی رو میخونید، قاعده چون دستوری نداره هنوز برای این قضیه، میاد چیکار میکنه؟ میاد میگه که شرح وقایع تفسیر دولت عثمانی از سال اینجا رو میپره، از اینجا شروع میکنه 926 تا 1049 هجری قمری، دوباره میپره. یعنی اول یه میپره میاد اینجا رو از سمت چپ میخونه به راست، دوباره میپره میره ادامه بده. خب این یه اشغال ساختاری در زبان فارسیه، هنوز حلش نکرده. من نمیگم که در زبان من، چون زبان ترکی رو نخوندم، در نتیجه نمیدونم چیه. حالا یواش یواش که یه چنین کتاب‌هایی رو بخونیم متوجه میشم که قواعدش چیه. ما دیروز در مورد کتاب گفتیم که زبان ترکی استاندارد شده، اما آیا ساختار جمله بندیش هم استاندارده یا نه؟ دیروز در مورد ساختار کلمه سازی از حروف، یعنی صداها و حروف و جمله کلمات رو صحبت کردیم. اما در مورد این که جمله، آیا جمله از اول از سمت راست نوشته میشه تا پایان، نمیدونم. ولی زبان فارسی از سمت راست متن فارسی شروع میشه، اگه به تاریخ برسه میپره میره سمت چپ، سمت چپ رو میخونه میاد اینجا، از اینجا دوباره میپره میره دوباره سر ادامه بده متنو. در نتیجه مغز خواننده فارس نمیدونه چی کار بکنه، تصمیم نمیتونه بگیره. همینطور خیلی از کلمات رو مجبور غلط بخونه، چون که باید متن رو اینجوری باشه. حالا بازم رسیدیم، من میگم براتون که این رو باید مجبور غلط بخونه. مثلا خواهر، خواهر میشه خواهر، خوب میشه خوب، اما خواب مثلا چرا اونجا مثلا یه آب میاد میشه خواب رو خواب میخواد. اینا هنوز نتونسته دستور چیز برای این بذارن. خب هنوز زبان فارسی زبان بچگانه است، زبانی که از اینجا و اونجا گردآوره. خب زبان انگلیسی هم اینجوریه. خب حالا که اینو گفتیم، زبان انگلیسی هم اینجوریه. زبان انگلیسی هم از هر جایی یک کلمه میگیره، هر جور که اونو بنویسن. مثلا تو نزدیک تورنتو یه شهر بزرگیه، مگا سیتی هستش، یه شهر، تو ایران یه لفظی داره حالا یادم نمیاد چی میگن، خیلی بزرگه، یعنی 8 9 10 12 تا شهر به هم پیوسته شده تورنتوی بزرگ. تورنتوی بزرگ یه شهری هستش اسمش مثل وانه، وان. اگه به ترکی بنویسیم باید بنویسیم VAN، یعنی VAN، نه وان. اگر به انگلیسی بنویسیم باید بنویسیم ONE، وان. اما این 7-8 تا حرف رو به هم چسبونده شده وان میخونن، اما 7-8 تا حرفه. واقعا الان به من بگن بنویس، نمیدونم چجوری باید نوشت اینو، وان رو، اسم شهره، ولی فقط اونو وان تلفظ میکنن. اون میگه آقا انگلیسی، میگه آقا خود انگلیسی ها میگن که آقا زبان انگلیسی زبان کریزیه، دیوانه است، هیچ قاعده ای نداره. شما بر حسب هیچ قاعده ای زبان انگلیسی رو نمیتونید یاد بگیرید. زبان انگلیسی هزاران استثناء داره و هزاران قاعده داره که قاعده اصلی رو میشکنه. ببینید این زبان میگه آقا من استعمارم، من زبان اشغالم، من هر جا رفتم برای این که اونجا رو بگم آقا شما جزو منید، من زبان اون رو میگیرم، هضمش میکنم. یارو وقتی میخونه میگه آقا خب چه بین من و لندن چه فرقی هستش؟ ببینید زبان من رو استفاده میکنه، هیچ تعصبی عصبی منو تغییر نمیده. من تو کانادا خیلی مسافرت رفتم به خاطر شغلی که قبلا داشتم، که همزمان با نوشتن و کار روزنامه و مطبوعات و رادیو و تلویزیون کار تریلر هم انجام میدادم، رو تریلر کار میکردم زندگیم بگذره.
خب بسیاری از جاهای آمریکا و کانادا رو سفر کردم، نه به عنوان مسافر یا به عنوان توریست، به عنوان کار. ولی با اسامی مواجه شدم که مال سرزمین های اینجاست. خیلی هم معناهای جالبی داره. حتی یکی چون من انتخاب کردم به اون که اسم خودم بذارم اگه خواستم یه روزی به یه جایی برم که نخوام شناخته بشم، به عنوان یه اسم مستعار خودم یا اسم رستی که تو چیز نوشته بشه اونو بذارم مثلا. چقدر هم اسم زیبا، اسامی همش هم مال کسایی که اینجا زندگی میکنن، یعنی صاحبان سرزمینن. اما این انگلیسی ها اومدن اونو قبول کردن، اون اسم رو، اینا رو هم کشتار کردن. حالا نسل بعدیش مثلا اومده گفت اوکی حالا زبانمون انگلیسی شده، چی مثلا زبانشون 200 ساله انگلیسی شده، 170 ساله 180 ساله انگلیسی شده، نه انگلیسی شدن نه اینجایی شدن نه کاناداییان رو پذیرن. همین امروز هم که من بعد از 170 سال، همین امروز که من با شما صحبت بهشون میگن نیتیو، دیگه چی میگن؟ نمیگن انگلیسی، میگن اینا نیتیون، اینا ابورجینالن، اینا مثلا اسمای خودش، اسمای اون قبیله هاشونو میگن. اونا ببینید بلا سرشون آوردن وقتی انگلیسی زبان ها یا آلمانی زبان ها یا فرانسوی زبان ها یا اسپانیایی زبان ها یا پرتغال زبان ها، یعنی این کشورها اومدن اینجا، دوستان اول قتل عام کردن. قتل عامشون خیلی نامردانه بود. خب اینا سلاح نداشتن، اینا حد اکثرش یه چاقو داشتن، حد اکثر که معمولا هم نداشتن، یه تیرکمان داشتن. تیرکمان هم نوکش آهنی نبود، چوبی بود. برای شکار میرفتن دیگه. و اینها نمیکشتن حیوانات رو. وقتی میخواستن بکشن باید دعا میکردن آقا اجازه بده من خیلی کشتم، اگه تو رو نخورم میمیرم. یه چنین چیزی بود. پس اندازم نمیکردن، پوستشم مثلا نمیفروختن. متوجه هستید؟ انسان‌های سولتوستی بودن، خیلی آدمای آروم، راحت، اینجا زندگی با اون سختی زندگی میکردن. اینا با دو طریق اینا رو کشتن. یکی این که اومدن دیدن اینا خیلی با ثروت سرزمینشون و نمیدونن استفاده نمیکنن، گفتن که شما به من حیوان بکش بیار، من برات پتو میدم. تمامی پتوهای جزامی ها رو از اروپا جمع کردن، داخل کشتی آوردن اینجا، دادن به اینا. اینا این پتوها رو دیگه خیلی خوششون اومد، نداشتن. خب خودشون مثلا پوست حیوان میپوشیدن، مثلا در زمستون پوست حیوان میپوشیدن، در تابستون که نیمه برهنه بودن. اومدن گفتن که خب خیلی جالبه، اینا پارچه دارن، اوکی به ما بدید. اینا همه جزام گرفتن، انواع بیماری ها رو از اروپا آوردن دادن به اینا. اون پتوهایی که باید آتیش میزدن، اون لحاف و لباسی که باید مرده داشت باید آتیش میزدن، اون رو جمع کردن آوردن. یکی از سیاست‌های اروپایی که ما مسلمون ها، ما ترک ها نداشتیم این بود: ما هیچ ملتی رو به بیماری گرفتار نکردیم. ما رفتیم سرزمینش رو اشغال کردیم، دعوا کردیم، کشتیم، ولی هیچ ملتی رو به خاطر اینکه اونها رو بکشیم سرزمینش رو بگیریم قبلا نبردیم بهشون هدیه بدیم آقا بیاد ما برای شما گندم میدیم، جو میدیم، شراب میدیم، نمیدونم پتو میدیم، لباس میدیم، ولی همه اینها رو مثلا مسموم بکنیم، زهر بریزیم، سم بریزیم، بیماری آلوده بکنیم بدیم. ولی این مسیحی ها، اروپایی این کارو کردن. حتی با مسلمان ها وقتی دعوا میکردن با این جزام رو وارد جامعه مسلمان ها کردن، انواع بیماری ها رو وارد بیماری های رو وارد جامعه مسلمان ها کردن و مسلمان ها خیلی کشتن. دومی سلاح اینها تفنگ بود. اونا سلاح تفنگ نه. اینا شمشیر داشتن، تفنگ داشتن، اونا نداشتن. اینا اینجا میشست اینا رو با گلوله میزد، اونا بیچاره ها میگفتن مرد باید با مردانه بجنگه. سومیش چی بود؟ سومیش بود که اینها رو برده میکردن. چهارمیش چی بود؟ اینها رو
نه تنها به زنانشون تجاوز میکردن، به پسرانشون و مردانشون تجاوز میکردن. یکی از راههایی که اشغالگران برای تحقیر جامعه اشغال زده انجام میدن تجاوز به مردانه، چون تقریبا مردان گروه جنگجوی جوامع بشری هستند. مادرها و زنها گروه‌های زاینده و نسبتا نرم و تسلیم شونده هستند. یه مثال خیلی جالبی هم دارن، میگن اینا وارد یه روستا شدن، مردا رو کشتن، پسرها رو نگه داشتن، تجاوزشون کردن و رفتن سراغ زنها که بهشون تجاوز بکنن. اونم یه روز نه، تجاوز دیگه مال منه، هر وقتم بخوام تجاوز میکنم. میگن که یک زنی سلاحشو برداشت، جنگید و کشت، آخرم کشته شد. ببخشید کشته نشد، مثلا مجروح شد. وقتی زنای ما تجاوز شده اومدن بیرون، همه میدونستن که عین همن، به همشون تجاوز شده، ناراحت نمیشدن. ولی با این زن که روبرو میشدن، این میگفت به من تجاوز نکردم، من کشتمشون، من زدمشون، من مجروح شدم و به من تجاوز نتونستم بکنن. این زنایی که بهشون تجاوز شده بود اومدن این زن رو کشتن تا اون تحقیری که شده بودند روشون نیاره کسی. با دیدن این زن اون احساس حقارت بهشون دست میداد. این غربی ها وقتی یه جامعه رو چیز میکردن، اشغال میکردن، حتی به مردهای اونجا قهرمانانشون، بزرگانشون تجاوز میکردن تا غرور این جامعه، غرور مردانی جامعه شکسته بشه. هر وقت این مرد میاد کنارش بگه ای تو همونی که من بهت تجاوز کردم ها. هر وقت بخواد یه کار، یه گلوله برداره، بگه اوه من همونی که تجاوز کردی، من تجاوز کردم بهت، تو چی کار میکنی؟ نسلش هم نتونه. پدراتون همین کارو کردن. الان تو کانادا اومدن دوستان، این اشغالگرا، اون بچه های اونها مثلا 7 نسل بعدیش، 8 نسل بعدیش، 10 نسل بعدیش اومده شکایت کرده، گفته آقا شما به پدران ما الان این چیزه، این رایج تو غرب، گفته آقا تو به من چرا تجاوز کردی؟ الان میاد آقا فلانی به من تجاوز کرد. یعنی اینو به عرف تبدیل کردن تو جامعه های خیلی از جوامع شرقی غربی. این که یکی بیاد بگه آقا به من تجاوز شده، این عرف نیست، این توتمه، این غیر اخلاقیه، یک چیه. ولی اینجا نه، اینجا هر کسی میگه آقا به من تجاوز شد، فلانی به من تجاوز کرد. خب آبروی من نمیره، آبروی اون میره، برای اینکه من زور نداشتم، اون زور داشت به من تجاوز کرد. من نتونستم باش، اون سلاح داشت، اون چاقو داشت، اون شمشیر داشت، اون تفنگ داشت، اون گلوله داشت، اون بمب داشت، نارنجک داشت، هواپیما داشت، طیاره داشت، کشتی جنگی داشت، میزد میکشت، من نشد، اون زور داشت، دستم و بشت رو به هم تجاوز کرد. الان بعد از سالها اومدن میگن آقا جسدهای بچه های ما رو بدید. اینجا چرا اینها رو مثلا تو خیلی جاها اومدن بچه ها رو گرفتن از مادر، پدر رو کشتن، از مادره گرفتن، مادر تجاوز میشه، بچه رو بردن کلیسا، گفتن آقا ما اینجا بهش انگلیسی یاد میدیم برای اینکه باید این شستشوی مغزی بشه. اون چیزی که ما مانگورت میگیم، این باید مانگورت بشه. این وقتی مانگورت، برای اینکه مانگورت بشه باید اینجا از پدر و مادر جدا بشه، زبان ما رو یاد بگیره، دین ما رو یاد بگیره، فرهنگ ما رو یاد بگیره. حالا این بچه رو میدیم این خانواده اینو نگه میداره، این برای اونها کار میکنه و این خود مرد اون خانواده یا بچه‌هاش میتونن به این تجاوز بکنه. و بعضی از اینها حتی تو کلیسا بهش تجاوز کردن، مثلا 80 تا 100 تا بچه رو تجاوز کردن. بعد تجاوزم حالا بچه ها مثلا یا شورش کردن یا هر چیزی نمیدونم، یا بیماری دادن بهشون، همه رو کشتن همون داخل حیات مدرسه، همه رو تو یه چال کشیدن، همه رو 80 تا رو اونجا چال کردن. شما فکر نکنید این غربی ها توسعه یافتن، مفتی توسعه یافتن. اینا برگردن برده ها و بر روی استخوان اون کشته ها زمین هاشون رو گرفتن. همین الان تو کانادا زمین اگه من برم بخرم مثلا میخرم، البته کانادا خیلی چون دست انگلیسی هاست خیلی گرونه،
شما فکر کنید 1 هکتار زمین در کانادا فکر کنید $100. شما برید تو آمریکا که دست انگلیسی ها نیست، میخرید همون 1 هکتار زمین رو $10 $5. مثال میزنم. برید کبک که دست فرانسوی هاست نه دست انگلیسی ها، همون زمین 1 هکتاری رو که بهتر از زمین اینجا باشه میخرید مثلا $20. اینجا $100 تو اونتاریو. تو احتمالا مثلا چیز گرونتر هم باشه، مثلا بریتیش کلمبیا، ونکوور احتمالا گرونتر هم باشه، بازم اونجا دست انگلیسی هاست. انگلیسی ها اشغالگرترین، ظالمترین، تجاوزگرترین ملل روی زمین هستن. خب از اینجا بریم روی کتاب بعدی. خیلی از موضوع خارج شدیم. تاریخ نشانزه، این هم کتاب دیگریه بعد از این عثمانی. ببینیم این در مورد چی بود. عثمانی، ابراهیم افندی ابن عبدالله پچوی، دفتردار رومی، متوفای سال، بذارید ببینیم اینو، متوفای این اینجا باید این صفحه باشه، نه نوشت، 1061 هجری، یعنی 400 سال پیش، 400 حدود 380 سال قبل این آدم متولد مرده، فوت کرده. این کتاب که نوشته، به خودش هم دفتردار بوده دیگه، این زبانش ترکیه، به زبان ترکی نوشته در مورد تاریخ. حالا جالبه، اینو باید این پچوی رو خوند آدم ببینه که این چیه. تاریخ بعدی که کتاب میخونیم به زبان ترکی، تاریخ نشانزه، مؤلف محمد بیک چلبی ابن رمضان مرزیفونی، رومی، مشهور به نشانزه، این نشانگیر بوده احتمالاً، رمضان زاده و رمضان زاده، به این دوتا معروف بوده. این آدم در سال 979 مردش، فوت کرده، یعنی حدود 500 سال پیش این کتاب رو نوشته. یعنی این کتاب قبل از اون نوشته شده. زبان تاریخ و سیره هستش کتابش، زبانش ترکیه. ببینید بازم میگم اینجا میگه ابتدا بر نام حق شد فتح باب، این کتاب ختم شد بر نام شه والله علم بالصواب. حالا احتمالاً بخش هایی از کتاب با شعر ترکی شروع میشه، فارسی شروع میشه، ببخشید. دوباره بریم سر یک کتاب دیگه، ازش چند تا نسخه پیدا شده. این نسخه دیگری از همون کتاب. تجوید، یک کتابی هست به نام تجوید. تجوید موضوعش چیه دوستان؟ تعلیم قرآن، یا ببخشید علوم مربوط به قرائت قرآن. من فکر می‌کنم اینجوری باید باشه. حالا اینجا گفته علوم قرآن، احتمالا خیلی از مسائل مربوط به قرآن رو بررسی می‌کنه. تنها مثلا ممکنه تجوید یعنی اون قرائت قرآن نیست، احتمالا مربوط به تفسیر و معنا و اینا هم هستش. زبانش بازم ترکیه. ببینید یک کتابی هستش که در مورد علوم قرآن داره صحبت میکنه و زبانش ترکیه. حالا شما یه کتاب پیدا بکنید که در مورد علوم قرآن پیدا بکنه و زبانش هم فارسی باشه. دیگه یکی دیگه تجوید قرباش، یک کتاب دیگری هستش. حالا از الف اومد به را هم تموم کردیم. ببینیم به چی بود؟ کتابایی که با ب شروع میشد، بیان طریقه قادریه و فلان اینا. حالا بعدش ت هستش، الان رو ت هستیم که چی بود؟ تجوید. تجوید قرباش، یه آدمیه که اسمش قرباشه، موسیاه بگیم، مومشکی. مؤلفش شیخ عبدالرحمن قرباشی، متوفای 904. این کتاب بیش از 600 ساله یا حدود 600 سال عمر داره این کتاب. دوباره در مورد چیه آقا؟ در مورد قرآنه. زبانش هم ترکی آذربایجانی هست. کتاب بعدی که میخوام معرفی بکنم تحفة الحرمین هست. یک کتابیه در مورد حرمین. میدونید حرم دوتاست،
یکی مکه هست، یکی مدینه. حالا ببینید عرب ها، ببینید اون چیزایی که ما در ایران خیلی ما رو جاهل بار آوردن. ببینید با ملت عربی روبرو هستیم که بسیار دموکراتیک بوده قبل از حضرت محمد، بسیار دموکراتیک بوده، بسیار جامعه پیشرفته‌ای بوده. ببینید آقا به قدری از زبان وقتی پیشرفت باشه فکرم پیشرفت میکنه، خب جامعه هم پیشرفت میکنه. ببینید این عرب ها حداقل 4 ماه حرام داشتن. آقا تو این 4 ماه شما نمیتونید جنگ بکنید. الان ما دو دنیا یه چیزی نداریم آقا. حداقل آقا 4 ماه انسان نکشه هم دیگر رو. ببینید چقدر رشد داشته. حالا این فارسا بیا میگن آقا عقب مانده ها، حتی خود بعد چیزا میگه عرب جاهلیت، حالا اونو جاهلیت میدونن. چقدر به این عرب ها رشد کرده باشن که اون دوره رو جاهلیت خودشون فرض بکنن. ببینید یه مکه‌ای داشتن، یه خانه‌ای داشتن که خانه خدا میدونستن. این خدا روی زمین نمایندگانی داشت برای اینکه اون خدا رو ما الان خدا رو که با چشم نمیبینیم که آقا، ما خدا رو لمس نمی کنیم که. ما فرضمون بر اینه که خودمون باید تو ذهنمون خدا رو بسازیم. ما باید خودمون به عنوان مسلمان باید تو ذهن خودمون دلیل بیافرینیم که خدا وجود داره. در نتیجه ما تو ذهن خودمون خدا رو میسازیم و بعد برای اون خدا عبادت میکنیم به طریقه اسلام. اما عرب ها چی کار میکردن؟ عرب های قبل از محمد صلی الله علیه و آله و سلم، اونها میگفتن آقا ما با دلیل خدا رو ساختیم تو ذهنمون، اما روی زمین ما برای چی به چجوری عبادتش بکنیم؟ میگفتن آقا بر اساس اون چیزی که ما فکر میکنیم خدا برای ما ارزش داره با اون یک خدا میسازیم. یکی با سنگ میساخت، یکی با گل میخواد، یکی با خرما میساخت، یکی با طلا میساخت، یکی با نقره میساخت. هر چیزی که ارزشمند بود براشون یه شکلی بهش میدادن. من خدا رو اینجوری میبینم، اونم میگفت من خدا رو اینجوری میبینم. یعنی و قرآن آیه داره میگه آقا ازشون بپرسید که این خدا هست، میگه نه این خدای این سمبل اون خداست. ما خدا رو اینجوری روی زمین میبینیم، این خدا نیست، این نشانه ای از اون خداست. یا ببینید چقدر از نظر فکری رشد کرده بود و اینها رو در یک کعبه میگذاشت و هیچ کدوم با اینا خداها با هم جنگ نمیکردن به خاطر دینشون. نگاه کنید اگر یکی به خدای دیگری اهانت میکرد دعوا میشد، اما این که مثلا این خدای تو این خدای من کاری باهاشون نداشتن. حتی وقتی ابراهیم میره طبق گفته قرآن بتخانه، نمیدونم یا داستانه یادم نیست حالا تو قرآن هست یا نه، اینو یادم نیست نمیتونم بگم قرآنه، میگن که رفت بتخانه همه بت‌ها رو شکست، اون تبر رو گذاشت تو بغل بت بزرگ. فردا همه رفتن دیدن بت بزرگ همه چیزها رو زده، گفتن آقا این که بت که نمیتونه بزنه، ابراهیم زده. رفتن یقه‌شو گفتن بت بزرگ زده دیگه، از همه بزرگ قدرت داره و فلان. گفتن مرد حساب این که نمیتونه بزنه. گفت خب پس کسی که نمیتونه بزنه چرا عبادتش میکنید؟ خب حالا همین خدای، حالا بر همین اساسا بریم، همین خدا رو الان مثلا آقا چرا نمیتونه آمریکا رو بزنه؟ چرا نمیتونه این فقرا رو نجات بده؟ چرا این مظلومین رو نجات نمیده؟ چرا این بیماری ها رو نجات نمیده؟ خب اینجا هم بازم همین سوالو میشه پرسید، این خدایی که ما میدیم ما ساختیم چرا نمیتونه این کاری بکنه برای من یا برای ما؟ همین مشکل داره، همون دلیل. ولی خب ما انسانیم دیگه، ما انسان ها اکثریتمون به خاطر جهالتمون یا به خاطر هر چیزی که هستش خدا میسازیم تا عبادتش بکنیم، چون آرامش پیدا میکنیم، راحت میشیم، منفعت میبریم، سرمایه‌دار میشیم، پول در میاریم. آقا یه مغازه است باز میکنن دیگه. حضرت موسی رفت از خدا پیام بیاره، اینا اومدن گاو چیز ساختن ها، برای اینکه پول داشت. شما گفت هر طلاهاتون رو بیارید آب بکنید مجسمه بسازید، چون خدا اینه. تحفة الحرمین یک کتابی هستش که
یک شخصیت به نام یوسف بن عبدالله رهاوی قسطنطنیه رومی متخصص به نابی، اسمش آقا این لقبش نابیه، ناب. حالا ناب کلمه فارسی از ترکی هستش، اینو بعداً یواش یواش یاد میگیریم که این نابه یا ترک. فکر میکنم که فارسی نباشه، فکر میکنم. حالا این رهاوی قسطنطنی، این جایی که الان استانبول نامیده میشه قبلا قسطنطنیه بود. رومیش از کجا اومده دیگه نمیدونم. موضوع تاریخ و سفرنامه هست، زبانش ترکیه. حالا اینم ببینیم این در چه سالی نوشته شده آقا. اینم در سال این آدم، یعنی از جانب اینجا جالب، یه حرف جالب، بنا به نوشته شمس الدین سامی در قاموس الاعلام، گویا این سفر مأموریتی بوده از جانب سلطان محمد چهارم پادشاه عثمانی. پس سلطان محمد چهارم در زمان این کتاب نوشته شده. گفته آقا کی نوشته شده؟ این آدم خودش عمرش در بین سال 1050 تا 1099 بوده. حدوداً 400 سال پیش حداقل این کتاب سابقه داره به زبان ترکی. نسخه های دیگری هم ازش احتمالاً پیدا شده. تحفه شاهدی یک کتاب دیگه است به زبان ترکی. مولوی ابراهیم دده ابن صالح نوشته. از اینجا معلومه اینا خودش اصلا ترک بوده. مغلوی رومی متخلص به شاهدی، اسمش هم شاهدی بوده. لغت منظوم در مورد لغتنامه نوشته و به شعر نوشته. این لغتنامه رو ترکی عثمانی به فارسی، فارسی ترکی نوشته این آدم. چه سالی نوشته باشه آقا این آدم خوبه؟ این آدم بین سالهای 1550 میلادی تا 1551 میلادی مرده. در این سال مرده، یعنی 957. حدوداً 600 سال پیش این کتاب نوشته شده. حالا داریم برای زبان فارسی هم ریشه اینجا میتراشیم، برعکس نظرات من که قبلا میگفتم و میگم هنوزم زبان فارسی یه زبان جدیدیه که ما ترکا ساختیم. حالا این نشون میده که آقا اون زمان هم زبان ترکی بوده، فارسی بوده. بازم من هنوز بگم اگر در اون زمان بوده، باز هم میگم زبان ترکی زبانی که ساختی ترکاست و اکثر کلماتش هم. چرا ترکا این کتاب رو ببینید، حالا به غیر از ترکا آیا کسان دیگری به زبان فارسی صحبت میکنن؟ این سوال رو باید بپرسیم. آیا به غیر از ترکا و کسانی که خودشونو فارسی میدونن و کسانی که در هندوستان زبان فارسی رو اونجا میدونن، آیا به غیر از ترکا کسان دیگری، عرب ها، ملل دیگری، یهودی ها، مسیحی ها زبان فارسی رو میخونن؟ اروپایی ها، نمیدونم هر کسی، چینی ها؟ نه. چون که من فکر میکنم، من بازم میگم، دو ملت زبان فارسی رو دارن. ترک ها این زبان رو در هندوستان خلق کردن و این زبان از هندوستان با اقوام هندی وارد دیگر جاها شده. مسافرت کردن دیگه، کوچ کردن، با هم جنگیدن، مثلا با انگلیسی ها جنگیدن، فرار کردن دیگه. با ترک ها جنگیدن، با مغول ها جنگیدن، فرار کردن، اومدن یه صحرایی مثل ایران. خب حالا اینو بعداً میگم، اگه کتاب تاریخ بخونیم اونجا من نظرم خودم رو دوباره در مورد این که ما هم از کجا کوچ کردیم میگم. ما ترک‌ها، آسیا کلا اصلا سرزمین ماست. ملل دیگری هم وجود دارن ولی اکثریت این جایی که آسیا میگن ما هستیم. اکثریت سرزمینی ها، اکثریت خاکش دست ماست. روسیه امروزی باید پرسید آقا کی روس‌ها به عنوان یه ملت در تاریخ پیدا شدن که حکومت داشته باشن، سرزمین داشته باشن، که تو اون سرزمینشون ما ترکا نباشیم. تحفه شاهدی یک کتاب دیگه است، ناظم مولوی. حالا این چیز دیگه، شعر دیگه، گفتیم که شعر و عثمانی و فارسی هستش. کتاب بعدی که معرفی کرده کتابخانه ترکی داره، التحفة الحادیه، دانستن هم هست، یه کلمه فارسی هم هست.
دان و دانستن. دانستن آقا جان ترکیه. حالا اینو یکی از دوستان داره کار میکنه، معرفی میکنه، من صفحه‌شو میذارم، دوستان میتونید برید ببینید. جالبه، این آدم میشینه کار میکنه. ببینید ما بعضی وقتا نه آقا نه تنها سرزمین ما اشغال شده، بلکه مغز ما هم اشغال شده. ما فکر میکنیم علم رو اگر غربی ها یه علمی رو نپذیرن علم نیست. همین مسیحی ها اگر علم رو نپذیرن و نگن علمه، ما نمیتونیم خودمون علم بسازیم. آقا زبان شناسی رو اونا یه جوری دیدن، ما هم میتونیم یه جوری دیگه ببینیم. بر اساس منافع خودمون زبان شناسی رو باید، تمامی علوم رو باید ما بر اساس منافع خودمون بشناسیم ببینیم، وگرنه باختیم. چون که غربی ها تمامی علوم رو بر اساس منافع خودشون ساختن. جغرافیای اونها میگه آقا دنیا مثلا قاره اروپا، آقا اصلا قاره به نام اروپا قاره نداریم که، اینجا بخشی از آسیاست. گرینویچ مرکز ساعت جهانه. چرا؟ چون که انگلیسی ها قدرت داشتن، گفتن آقا ما اینجوری میگیم، شما هم بپذیر، هم پذیرفتن. حالا چرا مثلا من نتونم تبریز بگم آقا مرکز ساعت من تبریزه؟ چرا نباید مرکز جغرافیا، نقشه جغرافیا تبریز باشه؟ ها؟ چرا باید مثلا لندن باشه؟ چرا باید اروپا باشه؟ ها؟ عطاف الهادیه دانستن. زبانشناسی، حالا اینو میتونیم یه رشته جدیدی در زبانشناسی خودمون باز بکنیم بر اساس منافع خود، بر اساس اطلاعات خودمون، که آقا زبان فارسی رو ما آنالیز بکنیم، بگیم آقا این از چه کلماتی شروع شده، معنیش چیه، از کجا میتونه باشه، بیایم بگیم آقا چیه، یه زبانشناسی جدید رو باز بکنیم در مورد زبانشناسی مثلا فارسی. مؤلفش محمد ابن حاجی الیاس زیلی. موضوعش لغت و دستور زبان هست، زبان فارسی، زبان ترکی. 2 زبان داریم کتاب، زبان فارسی ترکی، در مورد چیز هست، دستور زبانه. حالا ببینیم که آیا زبان فارسی در مورد به زبان ترکی، حالا اینجاش جالب خواهد بود که آیا این به زبان ترکی داره فارسی رو یاد میده یا به زبان فارسی داره ترکی رو توضیح میده. حالا اینو باید دید، این جالب خواهد بود. نوع دیگر از غیر از من، غیر از ما، غیر از تو، غیر از شما، غیر از ایشان، تم کلم. حالا اینجا این قسمت تقریبا فارسیه. کتاب بعدی که دوباره از این کتاب یک نسخه دیگری پیدا شده همونجا، تحقیق الصلوات. یک کتاب دیگریه، تحقیق الصلوات. مؤلفش سعدالدین سلیمان ابن عبدالرحمن ابن محمد رومی، مشهور به مستقیم زاده است. متوفای 1202. این کتاب حدود 250 سال پیش نوشته شده، حدوداً، شاید هم بیشتر، 300 سال پیش نوشته. موضوعش چی هست؟ فقه حنفیه، زبانش یه ترکیه. نگاه کنید، فقه حرف. شما الان برید تو ایران یک کتاب فقه به زبان فارسی پیدا کنید، همین امروز یک کتاب فارسی به فقه. توضیح المسائل نمیگم، توضیح المسائل به فارسی داریم. یک کتاب فقه پیدا بکنید که تو حوزه های علمیه میخونن، به فارسی باشه. اینجا فقه حنفی رو، یعنی کتاب آموزشش رو داره به زبان ترکی، آذربایجانی، عثمانی میگه. عثمان یه فردی از آذربایجان هست که از آذربایجان رفته در خاک‌های عثمانی حکومت اولیه رو پایه‌گذاری کرده. بچه‌هاشون اسم پدرشون نگه داشتن، اون حاکمیت و اون ملت‌هایی هم که زیر پرچم این عثمانی ها به تدریج اومدن اسمشون نگه داشتن عثمانی، ولی اون زبان هم آذربایجانی هم اون عثمان آذربایجان لده. کتاب بعدی که بررسی بکنیم که در جالب هست، کتاب 28 تدبیر الحجر المکرم. تدبیر که تقریبا میدونیم در فارسی چیه، الحجر، سنگ، مکرم هم که با اکرام و عظیم و قابل احترام و اینا. حاج عثمان
بیلانی نوشته این رو، متوفای 1102، 400 سال پیش حدوداً این کتاب رو نوشته، 300 و خورده ای سال. اسمش چیه؟ آقا کیمیا هست. کیمیا چیه؟ خانم نیستا، کیمیا. ای خدا، ما این رو، من راهنمایی اول راهنمایی میخوندم، یه کتاب بود، رفتم کتابخونه، من خیلی کتابخونه میرفتم اول راهنمایی دیگه، پنجم ابتدایی من رد نشدم، تجدید شدم. تو تجدیدی رفتم تقلب بکنم، تقلبم نشد، تقلب املا بکنم. دفتر رو گذاشتم جیبم، حالا دفتر 40 برگ بردم، آقا اصلا تقلبم نبلد نیستی، 40 برگ بردی که مثلا تقلب بکنی، نشد. دفترم گذاشتم اونجا و فرار کردم، رفتم و تجدید شدم. حالا گفتم من باید قبول بشم، اومدم آقا من دفتر خریدم، یا دفتر قدیمی رو که با مداد نوشته بودم پاک کردم، با مداد پاک کن، نوشتم هر کلمه رو 40 بار نوشتم، از که از الف ز هست، 40 بار هر کلمه ای که بود، در، به، آن، این، اون، نیز، هم، هو، هر چی که بود، چی رو گذاشتم جلوم نوشتم. رفتم کتاب حجاب مرتضی مطهری رو گرفتم، خریدم، آوردم، گفتم من این کتاب رو از اول تا آخر هر کلمه رو 40 بار می نویسم. هر کلمه رو که در این کتاب تکرار شده بود 40 بار من نوشتم، سطر به سطر می خوندم، به هر سطر رو، هر کلمه ای که بود اون رو 40 بار می نوشتم. فارسی که من یاد گرفتم بر اساس کتاب مرتضی مطهری حجابشه. فارسی رو من اون روز یاد گرفتم و بعد از اون دیگه من فارسیم این شد دیگه. حالا یک چیزایی در دانشگاه اینا، یک چیزای تخصصی یاد گرفتم بذاری کنار، ولی فارسی من از اونجا قوت گرفت و شهریورم تجدیدیم قبول گرفتم و دیگه عاشق کتابخونه شدم. من تقریبا کتابخونه اون زمان مدرسه راهنمایی فرگانی درس میخوندم در حکم‌آباد، ههماواردا فرگانده درس خوندم. بعدها اسمشو عوض کردن دخترانه شد و اینا. من اونجا درس میخوندم، مدرسه اسلامی بود البته، اسمش مدرسه اسلامیه. الان گفتم یادم رفت، فرگانی بود که بعداً فکر می‌کنم گروه فرگان هم به اون مدرسه وابسته بود که شاخه‌های مختلفی داشت، ولی اون مدرسه نبود چون ما بچه بودیم. بعد من خیلی اون کتابخونه فکر کنم کتاب‌های اون مدرسه رو من خوندم. یکی از کتاب‌هایی که بود در مورد ابوعلی سینا بود، اونقدر جادو و جنبل رو بهش نسبت داده بودن، من فکر می‌کنم ابوعلی سینا جادو جنبل میکنه. یعنی اون کتاب اونقدر در مورد ابوعلی سینا یه کتاب نوشته تمام در مورد جادو جنبل. ولی اینجا آقا ابوعلی سینا چند تا کار بلد بود، یکیش هم شیمی بود. شیمی در عربی کیمیا هست که الان هم تو کمیستری میگن دیگه، این غربی ها نمیگن شیمی، میگن کمیستریا، کیمیکال. اینا از همون کلمه‌ای که عرب ها استفاده کردن گرفتن. حالا مثلا من دیشب داشتم نگاه می‌کردم، یه فیلم نگاه می‌کردم، یه چیزی می‌خوندم یادم نیست، در مورد اسکندریه بود. داشتم فیلم های عید فطر رو در مصر نگاه میکردم، در اسکندریه. اسکندریه چی هست دوستان؟ الکساندر چی هست دوستان؟ اسکندره. دقت بکنید. الان مثلا شما توی این وبسایت های مختلف، تو فیسبوک و اینا، سوشال میدیا، میبینید که الکساندریا نگاه بکنید، متوجه میشید، به ریشش برید ببینید که این اسمش الاسکندره. اسکندر، الکساندریا، الاسکندریه. ولی ما غربیه، آقا از اینجا رفته به اونجا، داره، یا تحت تاثیر زبان عربی، زبانی اسپانیایی اینو پذیرفته، پرتغالی اینو پذیرفته. فکر کنم
به اکثریت زبانهای اروپایی به نوعی الفلام رو پذیرفتن، به نوعی. حالا تدبیر الحجر المکرم حاج عثمان بیلاقی 400 سال پیش در مورد شیمی به زبان ترکی کتاب نوشته. حالا شما 400 سال پیش یه کتاب پیدا بکنید به زبان فارسی که در شیمی باشه. برای همینه که زبان ترکی زبان علمه، زبان تکنولوژیه، زبان شیمیه، زبان فقه، زبان حقوقه، چرا دیروز گفتیم اینو، بازم عرض میکنم. برای اینکه امپراتوران ترک نمیتونستن مشروعیت سیاسی دینی داشته باشن اگر زبانشون پایین تر از زبان عربی بود، چون تحقیر میشدن نزد عرب ها. برای همین باید سرمایه گذاری میشد روی زبان ترکی که زبان علم و فقه و دین باشه. آقا همه چیز، زبان سیاست، زبان جنگ، زبان حتی در بعضی جاها از زبان عربی خیلی بالاتر زبان ترکی. من نمیگم زبان عربی پایین تره، زبان عربی رو کسی ندونه زبان ترکی رو خیلی هاشو نمیدونه یعنی کتاباشو خیلی هاشو نمیتونه بنویسه. برای اینکه ما ترک ها خیلی آدمای وفادار عجیبی هستیم. یا اگه با یکی دوست بشیم تا تهش دوستیم، اگه با همون آدم دشمن بشیم یهو دیگه دشمن میشیم، یعنی خونی چیز میشیم. ما با این کردا خیلی جونجونی هستیم. آقا تو شهرهای ما زندگی میکردن مشکل، ما با ارمنیا مشکل نداشتیم، جونجونی بودیم، داخل شهرها ما بهترین نقاطش زندگی میکردن. حالا از اون روزی که ادعای ارضی بکنن روی سرزمین ما تبدیل میشن به دشمن و ما دیگه دشمن حساب میکنیم و با دشمن مثل دشمن رفتار میکنیم، نه مثل دوست. تو خونه ما تو نمیتونی داخل کشتی ما بشینی کشتی ما رو سوراخ بکن. این فارسا میرن توریستی ترکیه، صندلی رو میشکنه، آشغال رو میریزه، کثافت کاری میکنه. آقا تو ماشین داخل ماشین من نیست، ماشین من چیز نیست، مال تو نیست. تو برای یه مدتی اینو کرایه دادم بهت، این صندلی رو برای چی؟ برای اینکه بشینی روش یا بخوابی برسی به اونجا. هر صدمه‌ای که به این بزنی باید به من بدی. تو صابخانه نیستی که، صاحب ماشین نیستی که خرابش میکنی. کرد، فارس، عرب، بلوچ، ترک، ارمنی، مسیحی، یهودی، هر کسی، تاش و تالید و گیلک و مازن و لور و بختی، هر کسی تو خاک ما بشینه باید بپذیره که هموطن ماست و شهروند ماست. اگر با این اصل مخالفت بکنه تبدیل میشه به دشمن. تموم شد رفت. ما تعریف داریم ارائه میدیم. ما شخصا شهروندی ایران رو نمیپذیریم، اونم ما رو نمیپذیره، دشمنیم. ما دو تا دشمن هم هستیم. ما فارس ها رو به عنوان ملت به رسمیت نمیشناسیم. من نمیشناسم. من انصاف علی هدایت کار با بقیه فعالان و ترک ها ندارم. من به عنوان انصاف علی هدایت فارس ها رو به عنوان ملت به رسمیت نمیشناسم. فارس ها توده هستند، خودشون هم میپذیرن که قوم و ملتی به نام فارس وجود نداشته و نداره. و من میگم سرزمینی هم به نام فارس وجود نداشته و نداره. اینی که الان به ما میگن آقا چیزی به نام فارس بوده، مشروطه و اینا در اون دوره استانی به نام فارس بوده، چنین چیزی ابداً وجود نداشته، ابداً وجود نداشته. این غربی ها تاریخ جدیدی که برای مغز ما نوشتن تا ما رو تو جهل نگه دارن، که یه چیزی خلق کردن به نام پرشیا. آقا کی بوده؟ شما کی پرس داشتید؟ شما چطور میتونستید عثمانی رو بگید که عثمانی نیست، رومه، یونانه؟ میتونستید بگید؟ نه نمیتونستی بگی. آقا برای اینکه این شاه حاکمیت میاد دعوت میکنه میزنه. آقا چطور تو به من میگی من اون آدم ساقط شده رفته؟ چطور تو به من میتونی بگی که آقا تو عثمانی نیستی؟ من به جایی که بگم عثمانی میگم که اینجا یونانه، اینجا رومه، اینجا. آقا تو میزنی در به داغونت میکنه.
چطور تو میتونی به صفویه، به غزنویه، به سلجوقیه، به بقیه که در ایران بودن بگی آقا اینا، من تو کتابام نوشتم، نامه نگاری کردم که پرسن اونا. صفوی میگه پرس کیه؟ من صفویم، من سلطان شاه فلانم، من شاه عباسم، شاه اسماعیلم، من شاه فلان کسم. تو چطور میگی پرس؟ چطور میتونی به من بگی پرس؟ اصلا عقلتون میره دوستان؟ وارد عقلتون میشه که مثلا شما به نادرشاه بگید آقا یه نامه مثلا واتیکان بنویسه، یا یه نامه روس بنویسه، یا یکی مثلا ایرلند بنویسه، انگلستان بنویسه، پرتغال بنویسه، بنویسه که آقا جناب نادر شما پرس هستید، ما به پرس نامه نوشتیم، پرسا از اینجا برن بیرون. این چیه مثلا؟ نادر میگه پرس چیه؟ مثلا من نادرم، اینا سرزمین افشاریه است، اینجا افشارها حکومت میکنه، مال افشاره. ببینید وقتی شاهی یه جایی رو میگرفت، اونجا اون مردم به حساب نیومدن، نه اینکه به این حساب نیومدن، اما سرزمین مالک شاه بود، میبخشید. مثلا ببینید من این امیرکبیر رو بعضی ها مثل خدا میپرستن. امیرکبیر یک مأمور دربار سلطان ترک بود، همینقدر، بیش از این نبود، دستور اجرا میکرد. همین سلطان که میگن آقا اینو کشته، از فلانجای آذربایجان تا فلانجا بهش بخشیده. 10,000 نفر داشتن تو این زمین زندگی میکردن، کار میکردن. این گفتش نه آقا، چرا؟ میگه آقا شاه میگه مالکش منم، دلم میخواد اینجا رو به فلانی بدم، فردا اونو میکش، میگفت آقا به فلانی میدم، زمین رو پس میگرفت. گفت دیروز دادم به فلانی، امروز خوشم نمیاد پس میگیرم. اونجا روستاها هستش، 500 تا روستا هست روی زمین. باشه من با کاری ندارم که، من همه رو میدم، مال این آقاست. این آقا میره اونجا مالیات جمع میکنه، برای خودش یه چیزی، برای منم یه چیزی میده. ولی حالا امیرکبیر میاد این رو وقف میکنه که از این زمین ها هر چیزی که من مالیات میگرفتم و اینا، یا اجاره هر چیزی، این رو بگیرید بدی به این وقف. اینجوری بود. اینجوری نبود که مثلا یارو بخواد بگه من جنگیدم، یه کشوری رو به دست آوردم، یه ملتی رو شکست دادم، مثلا رفتم فرانسه رو شکست دادم، حالا فرانسه مال منه. آلمان یه نامه بنویسه که آقا فرمانده فرانسه، شاه فرانسه. چی شاه فرانسه؟ فرانسه رفته از بین، الان اینجا خاک انصاف علی هدایته. تو مگه الان من آقا یه خونه رو من میخرم، دیگه کسی نمیتونه بگه که این مالک قبلی به اسم بگن آقا اینجا خونه مثلا حسن گلیه. نه آقا اینجا خونه من خریدم، تموم شد، من صاحبشم. الان من صاحبشم. تو نمیتونی به خاطر اینکه 500 سال پیش یکی بوده الان بگی نه اون مالکشه. اصلا حق ملکیت و حاکمیت سیاسی از بین میره. یعنی چی که بپذیریم یه جایی بوده به نام فارس، پرس میگفتن، پرشیا میگفتن، بی خود میکردن، میگفتن اینو کدوم اصول سیاسی اینو میتونه بپذیره؟ چرا در مورد عثمانی این حرفو نمیتونن بزنن؟ برای اینکه در ایران یه عده آدم شارلاتان اومدن ما رو جاهل به بالا آوردن. ما سیاستاً جاهلیم، ما اخلاقاً جاهلیم، ما علمی جاهلیم، ما جغرافیایی جاهلیم، ما عقلی جاهلیم. آقا جاهلیم، جهل ما عمق نداره. هر طرفش که برید، هر طرفش شنا بکنید تو جهل شنا میکنید. یه جایی نیستش از این ظلمت جهل بزنیم بیرون. بگیم آقا اروپایی چطور میتونسته به قاجاریه بگی که آقا تو پرس هستی؟ این فارسا اومدن هر چیزی رو در خارج از ایران میان میگن پرسه، خودشون میزنن پرشیا، اینا نمیگن پرشیا، اینا اصلا نمیدونن پرشیا چیه. این از اینجا پا میشه میاد اونجا میگه آقا پرشیاست.
فرش پرشیا، زبیلدان پرشیا، آشغال پرشیا، ماشین پرشیا، توالت پرشیا، موی سر پرشیا، گربه پرشیا، همه چی رو برای اینکه میخواد دوباره به اینا غالب بکنه یه چیزی به نام پرشیا بوده. اینا نمیدونن پرشیا یعنی چی. تو کتاب ها اگه یه جایی نوشته باشن دروغه، جهله، ما رو تو جهل نگه داشتن. من برای همین میگم که مهندسی جهل. دوستان نمیدونم چقدر صحبت کردیم، چقدر گذاشته. بذارید ببینم، من میتونم ببینم که چه مدتی داریم صحبت میکنیم. اینجا نشون نمیده. نه نشون نمیده. ها 1 ساعت و 45 دقیقه صحبت کردیم. راستش بخواید من احساس خستگی کردم. چی شد؟ اون کتابه کجا رفت؟ آها اینجاست. خب ببینید، من به سرعت برم یه چند تا کتاب، حداقل یه 50 تا کتاب رو بگم برید. تذکرت شعرا در رابطه با زندگی، حتما باید تراجم زبانش ترکیه، در رابطه با زندگی شعراست. در زبان فارسی هم اینجور کتابا نمیدونم قدیمی وجود داره یا نه، و جدیداً بعد از رضا پهلوی اینها رو نوشتن. کتاب سیوم ترجمه بهجت الاسرار، یک کتابی هست به نام عربی بهجت الاسرار، در مورد تراجم همین جایی که اینجا هم خوندیم، در مورد فکر کنم زندگی بزرگان اهل ادب و سیاست و اقتصاد و دولت و اینجور چیزا، شعر و اینجور چیزا. نویسندش حسین افندی ابن حاج حسنه ادری اوغلو یا ادری اوغلیه، نمیدونم، من این نمیتونم ببینم. ادری اوغلیه، ادورنو یه منطقه در چیز، در استانبول یا جاهای اونجا. این آدم در سال 1007 میلادی مرده، یعنی این کتاب رو قبل از 500 سال پیش نوشته. زبانش ترکیه. بحرین bir getresiyle اسا مؤمنین مغفوره المشتردخی، اینجوری شروع میشه. ترکیه چیزه جالب، ادبیه. ما آقا عثمانی نیستش ها، این عثمانی، این ادبی. ما اگه نمیفهمیم، بخاطر که من با ترکیه کوچه و بازار بزرگ شدم، نه با ترکیه ادبی. فرقش تو اینه. اگر یک کلمه‌ای برای من شما آشناست، دوستان داریم میشنوید، میگید آقا این چطور میگه که این عثمانی نیست و ترکیه؟ آقا این ادبیه، این زبان ترکیه ادبی استاندارده. ما ترکیه ادبی استاندارد بلد نیستیم. همین الانش هم تو ایران بسیاری از کسایی که کتاب ترکی می نویسن، شعر ترکی میگن، آقا زبان ادبی ترکی رو بلد نیستیم، زبان استاندارد ترکی رو بلد نیستیم. تموم شد رفت، چون درس نخوندیم که. آخرش هم با این جمله فصل فی ذکر کلمات الاخبر و الشیخ عبدالقادر و فلان. این کتاب گفتیم در چه سال. حالا ببینید یک ترجمه‌ای هست به نام ترجمه تبیان فی تفسیر القرآن. این کتاب ترجمه سنی هاست، خیلی کتاب معتبری در نزد مسلمان ها. همه مسلمان ها این معتبر، حتی شیعه. این رو اومده ترجمه کرده به ترکی. متوجهید؟ حالا شما برید یه قرآن، تفسیر قرآن پیدا بکنید که زبان فارسی استاندارد باشه، صدا الف باش استاندارد باشه، خوندنش از راست به چپ استاندارد باشه، جمله بندیش استاندارد باشه، کلماتش استاندارد باشه، جمله بندیش استاندارد باشه، و باهاش قرآن رو تفسیر بکنه. زبان فارسی ندارید، حتی امروز هم ندارید. این آقای چیز قرائتی تفسیر نمیگه، جوک میگه. آدم جوکره. حالا یک کتابی هست زبانش زبان، ببینید حالا من عثمانی رو نمیگم، آذربایجان حتی میگم زبان استاندارد علمی ترکی. تموم شد که در مورد قرآن هست. این کی نوشته شده آقا جان؟ ببینیم این کتاب چه نوشته شده.
کتاب متن ترجمه نیکویی از کتاب التبیان فی تفسیر القرآن تألیف خضر ابن عبدالرحمن ازدی، متوفای 773 هجری. آقا حدود 750 سال پیش این کتاب نوشته شده. 800 سال پیش نوشته شده این کتاب. 800 سال پیش این کتاب رو نوشته این آدم، به زبان ترکی قرآن ترجمه کرده. جالبه که احتمالاً در این زمان چیز وجود نداشته، عثمانی وجود نداشته. من نمیدونم چرا این آدم میگه به زبان عثمانی، اصلا اون زمان که عثمانی وجود نداشته. 800 سال پیش عثمانی وجود نداشت، سلجوقی بود و غزنوی. اگرم عثمانی ها حرکت کرده بودن هنوز به حکومت به خلافت نرسیده بودن. برای همین من میگم این زبان عثمانی نیست، این زبان آذربایجانی علمی استاندارد شده هستش. فرق این که آدم یک کتاب رو بخونه یه ذره دقت بکنه، به نظر من خیلی چیزا دستش میاد، متوجه میشه که چه جنایتی. دوستان ببینید این دوستمون زحمت کشیده، جنایت نکرده ها، ولی داخلش جنایت ها رو قطره قطره وارد خون ما میکنن، ما میمیریم. این زهر رو همونطور که مثلا مریض میشیم میریم بیمارستان بهمون سرم میبندن، اینجا یه چیزی میذارن از رگمون یه آمپول وارد میکنن، اون سرنگه اون خونه وارد بدن میشه، یواش یواش میاد میره، ما یا زنده میشیم یا میمیریم. اینجا هم تو هر کتابی یه ذره به شما بدنتون وارد بکنن، شما یواشون میگه ترکی چیه؟ من ترک نیستم که. و اگر بدونید یک کتاب آقا زبان فارسی در این زمینه کتاب نداشته و توانایی نداره کتاب قرآن رو ترجمه بکنه، زبان فارسی تواناییه، برای اینکه پشتش فرهنگ نیست، برای اینکه یه زبانی که جعلی ما جعل کردیم. جعل دوستان دو معنی داره، یکی این که یه چیز رو عوض بکنید، یکی هم این که عربیشو، معنای عربیشو بگیریم، یعنی ایجاد. جعل یعنی ایجاد کردن. اگه به فارسی بخوام بگیم که ایجادش هم عربیه، تو فارسی جعل و معنیش چیه؟ ایجاد کردن، ساختن. زبان ترکی رو ما زبان فارسی رو ما ترکا ساختیم. یکی از کارهایی که ما خیلی خوب بلدیم ساختن زبانه. خب پس من در اینجا به قطع میگم که آقا نه قطع نگیم، بذارید یه چیزی بگم دی. آها بریم اینجا بگیم که اجازه بدید من گوگل بکنیم عثمانی ها در چه سالی حاکمیت خودشان را اعلام کردند. علامت سوال. در دوره گسترش عثمانی ها، حاکمان عثمانی پس از فتح ممالک مصر توسط سلطان سلیم یکم در سال 1517 ادعای خلافت کردند. نه اینو نمیگیم، خلافت رو نمیگیم آقا، برگرد برو بگیم که اولین دولت عثمانی در چه سالی تأسیس شد. تمام. این اولینش هم غلط نوشته، اولین. خب اینو دوباره بزنیم. دولت عثمانی به عنوان بزرگترین و پهناورترین دولت اسلامی پس از فروپاشی خلافت عباسیان شناخته می شود. این دولت در سده 7 و 8 هجری 13 و 14 در سرزمین آناتولی ظهور کرد. ببینید قرن 7 و 8 ظهور کرده. این کتاب در چه سالی نوشته شده؟ حالا بریم سر کتاب. این کتاب این آدم در سال 773 مرده، یعنی هنوز دولت عثمانی تأسیس نشده. یعنی عثمان اولیه ها، عثمانی حالا اولیه عثمانی که داریم سریالش هم میبینیم،
این هنوز دولتش تأسیس نکرده. حالا این باید بمیره، بچه هاش باید بیان، دولت باید تشکیل بشه، باید سیستم تبدیل بشه، یواش یواش شروع بکنه از نظر مالی و اقتصادی اینا کاری رو انجام بده. نه اون نیست آقا، این خیلی چیزه. و این عثمانی اواخرشو میگن، یعنی عثمانی، خود عثمانی هم میگن آقا اواخرش عثمانی چیز بوده، مثلا به فارسی و این عربی خیلی آغشته شده. حالا اینم که بازم یه دروغه. یعنی من مثلا دوست دارم این کتاب رو اگه پیدا بکنم، من شخصا میگم من این کتاب رو اسمش الان همینجا هم یادداشت بکنم، این کتاب ترجمه تبیان، چون من به قرآن هم یه مقدار کم و زیادیش علاقه دارم. حالا اینو چرا چیز نمیکنه، من اینو بنویسم همینجا که این کتاب رو اگه پیدا بکنم اینو میخونم. من برای اینکه هم به قرآن علاقه دارم، تبیان فی تفسیر القرآن، فی تفسیر القرآن. خب این جالبه. اینو برای اینکه با ترکیه اون زمان اگه آشنا بشیم که ببینیم استاندارد هستش، که ما دیروز دیدیم کتاب 1000 ساله ترکی استاندارد بود و به زبان ما بود. من میفهمیدم، من که دیروز اونو خوندم که فهمیدم 1000 سال پیش از نظر حروف، از نظر صدا، حروف، کلمه و جمله بندی استاندارد بود، استانداردش کرده بودن. حالا این اومده میگه که زبان ترکی نبوده، زبان چی بوده؟ عثمانی بوده. خب حالا بریم صفحه کتاب 32، ترجمه سواقب المناقب. حالا کتابا داره بهتر میشه، هی کتابای سنگین‌تر. مترجمش درویش محمود دده، گونوی مولوی، مشهور به مثنوی خان. اسمش، این آدم خیلی مثنوی میخونده حتما، در گونیه هم زندگی میکرده، مولوی مذهبم بوده، مکتبم بوده، درویش بوده خودشم. حالا اسمش، موضوعش چیه؟ تراجمه، زبانش چیه؟ ترکیه. دوباره در مورد زندگی بزرگان اهل ادب و علم و معرفت و اینجور چیزا. کتاب بعدی ترجمه سوره ضحی، و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها، فکر میکنم اون باشه. مترجمش ابراهیم ابن محمد قیصری، مدرس مشهور به جزی بöykzade، جزی بöykzade، چشم بزرگ. چقدر اسم زیبایی بوده. آدم وقتی با این ترکی آشنا میشه، برای همینه دوست نگاه بکنی، برای همینه هر کسی با شهریار آشنا شده، شهریار به نظر من ضعیفترین زنجیره شاعران ترکه، اما با اون کلماتی که لطافت و ظرافت و هنر و عشق و محبت و همه چیز توشه و قابل لمسه. نقاشیه. وقتی شما چیز رو میخونید، نقاشی دو نوعه به نظر من نقاشی دو نوعه. نقاشی که شما قلم رو برمیدارید، رنگ‌های مختلف رو میپاشید روی یه بوم، یه جایی، یه چیزی میسازید. نقاشی دوم اینه که شما اونقدر مهارت داری که به جای اینکه با قلم مو نقاشی بکنید، کلمات رو جوری کنار هم میچینید که نقاشی میکنید. در زبان فارسی هم گاهی به اینجا میرسید، بعضی از شعرا به اینجا رسیدن. ولی شما مثلا زبان ترکی رو ببینید، همین اسم رو نگاه کنید، جزی بöykzade، چشمش بزرگه. حالا این هم بسم الله و بحمده و صلات علی نبیه و زمره از کیادن bir طایفه طلبی علوم اربابه فهوم فلان ادامه داره دیگه. Caizdir ne kadar mahşeyler tasrih etmediler ise de vallahi alem be muradih ve mer اسرار کتابه یا رب العالمین. اینم آخر چیزش بود. کتاب بعدی ترجمه شرح این، پس در رابطه با چی بود؟ سوره والضحی رو ترجمه کرده. و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و نجم اذا،
جلاها اوه حالا آیت رو قاطی کردم احتمالا، ولی محشر تصویر خودش، تصویر اون آیات منفجر میشه، همه چیز منفجر، و شمس و ضحاها، خورشیدی که چجوری بگم اینو، تصویر نقاشی منفجر میشه این شمس. کتاب بعدی که معرفی کرده ترجمه شرح جنت الاسماء، کتابی هست به نام نویسندش هم معلوم نیستش، در مورد عقاید. جنت الاسماء اینو قبلا در یکی از ویدیوها گفتم چرا اسما میگن در کتاب‌های اسلامی بر روی اسما خیلی چیز کردن، برای اینکه در قرآن یه چیز هست میگه که خداوند الله انسان رو آفرید و بهش اسامی رو یاد داد، و ما در تفسیری که من و دوستم داریم میگیم که اسامی یعنی تمامی کلمات رو میزاد، اسمها. در زبان ترکی اسم کلمه رو میزاد، در زبان عربی مصدر که اسمه دوباره تمامی کلمات رو میزاید. خب در نتیجه شما با یاد گرفتن و ما وقتی یک اسمی رو روی یه چیزی میذاریم ایجاد فکر میکنیم. فکر از اسم، تراشیدن اسم میاد. شما وقتی یه چیزی رو اسم نامگذاری میکنید یه فکری رو ایجاد میشه. برای همین اینها اومدن وقتی داره اسم میگه که خب من عقاید شروع میکنم چون که اول یه اسم، الله یه اسم اما خودش یک معنیه، دنیا و آخرت و پیغمبر و نمیدونم راستی و درستی و عدالت و انصاف، اینا همش اسمه اما داخلش معنی داره، داخلش تاریخ داره، داخلش فلسفه داره، داخلش جهانبینی های متفاوتی رو داره. این هم به زبان ترکی هست. نگاه کنید آغازش چه شکلی، وقتن کم شیخ غزالی قدس سره العزیز Hazretleri bu daire-i şerifene ol namle meşhurdur. دوام داره، اولش یه چند تا کلمه عربی، بعدش شروع میکنه به چیز، آخرش هم با عربی تموم میکنه. ادرکنی هستش. کتاب بعدی ترجمه الفتاوی از زینیه، فتواهای مذهبی هست، حالا نمیدونم عرفانی هست چی هست، در مورد زینیه هست. این یعنی اسم مذهبه. فقه حنفی، حالا در مورد فقه حنفی پس صحبت میکنه. پس اومده فتواهای فقه حنفی رو به زبان ترکی. حالا اون قرآن، ببخشید من میخواستم این تفسیر قرآن رو گفتیم، اما سوره ضحی رو 200 سال پیش نوشتن یا 300 سال پیش. حالا اینجا من چیز نیسته. این شرح جنت الاسما رو ببینیم کی نوشتن، اینم مهمه تاریخش. متوفای 500,000 سال پیش کتاب رو نوشته. این کتاب 1000 سال پیش به زبان ترکی نوشته شده. در مورد چی؟ در مورد عقاید اسلامی که به نوعی بعضیا میگن فلسفه اسلامی. توجه فرمودید؟ حالا این کتاب بعدی که ترجمه الفتاوی از زینیه، این موضوعش فقه حنفی، مذهب حنفی رو گفته. قبلا فکر کنم حنفی رو گفته بود، حالا شافعی و بقیه هم حنبلی و اینا رو هم احتمالاً شیعی هم داشته باشه. زبانش ترکیه. کی نوشتن آقا این رو؟ این کتاب رو 970 هجری مرده. آقا این کتاب حداقل 600 سالشه. دوباره در مورد فقه. حالا شما یه کتاب فقه گفتم پیدا نمی‌کنید در زبان فارسی. و ترجمه های قرآن تماما امروزن که نوشتن غلطه، تماما غلطه و تماما فارسیش، نه عربیش، یعنی قرآن نه، تماما فارسیش رو تحریف کردن، تلاش کردن پانفارسیسم رو وارد قرآن بکنن، ترجمهش بکنن. یعنی کسی که فارسیشو بخونه فکر میکنه که قرآن در مال فارساست، برای فارسا اومده، به زبان فارسی اومده و اصلا بی‌معنی هم هست. تازه وقتی اینو میخونید نمیدونید قرآن چی میخواد بگه، سر در نمیارید.
و به نظر میاد که خیلی کتاب پستیه. واقعا میگم، یعنی آدم وقتی فارسی رو میخونه جمله بندی یه جوریه که آدم فکر میکنه که کتاب خیلی پستیه، پایینیه. عربیش اونجوری نیست، ترکیش اونجوری نیست. انصافا من یه ذره عربی میفهمم، من عربیم خوب نیست، من اعتراف میکنم عربی میخوام برم یاد بگیرم، ولی وقتی عربی حرف میزنی این مفهومشو و شمس و ضحاها نگاه کنید. مثلا بذارید و شمس بسم الله الرحمن الرحیم و الشمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها و السماء و ما بناها و الارض و ما طحاها. اولا حالت شعریشو نگاه کن، ثانیا تصویر رو و شمس خورشید رو نگاه کن و ضحاها و این نورش رو نگاه کن، نورش چه شکلیه، چی به شما القا میکنه. و القمر ماه رو ببین اذا تلاها، اون و زمانی که نورانی هست مثلا. و نهاره، حالا روز رو ببین اذا جلاها، به زمانی که روشن روز، تاریک نیست، کسوف نکرده خسوف نکرده، نمیم از این حرفا. و لیله، حالا شب رو، تاریکی شب رو تصور کن و چی شد کجا رفت. یعنی حالا شما اینو در عربی نمیبینید آقا جان، واقعیت رو بگیم دیگه. ببخشید در زبان فارسی این معنا و مفهوم وجود نداره، خودمون تو گول نزنیم. یه جوری معنا کردن که آدم فکر میکنه که باید آقا این چی داره میگه، نه فکری توش هست، نه هنری توش هست، نه ظرافتی توش هست. خب اینم فکرشه. نسخه دیگری از اون کتاب دوباره پیدا شده، شماره 38، ترجمه قصیده بدع الامالی. یه کتابی هست عرب ها نوشتن، گفتم زبان عربی و فهم عربی و اندیشه عربی قبل از جاهلیت به قدری بالا بوده که مثلا حضرت محمد یا خدا الله دین جدید رو با اون میاره، برای اینکه فقط با اون کلمات میتونه توضیح بده، نظرشو بیان بکنه. حالا در اون زمان وقتی من طلبه بودم میخواستم قرآن بخونم و عربی یاد بگیرم تو مدرسه حوزه علمیه تبریز، میخواستم به ما بگن آقا قواعد عربی چیه. نمیگفتن حضرت محمد چی گفته، قرآن چی گفته، میگفتن که فلان شاعر 500 سال قبل از محمد چه شعری گفته. عرب ها اون رو اصل قرار میدن، اون رو بر اساس اون قواعد زبان عربی رو بر اساس قرآن هم هست، نه اینکه نیست، اما قرآن استثناهاست. قواعد وقتی میگن زبان عربی یه استثناء، چون میخوان قرآن رو توجیه بکنن میگن آقا زبان عربی استثناء داره، قرآن استثناست، این آیه استثناء، برای اینکه با اون قاعده عربی نمیخونه. قاعده عربی، زبان عربی، دستور زبان عربی مربوط به شاعران قبل از حضرت محمده. بعد از حضرت محمد استثناهای زبان عربی که زبان عربی رو میخواد خراب بکنه، اینجوری بگیم اوج زبان عربی دوره جاهلیته. حالا این قصیده بدع المعالی احتمالا یکی از اون قصیده های مربوط به قبل از حضرت محمد، شاید هم بعد از حضرت محمد، نمیدونم، ولی به نظر حالا اینجا اینو ترجمه کرده به شعر، یعنی اون خود شعره، این شعر رو به شعر ترکی تبدیل کرده. ببینیم چی میگه. Bu sözle eylerim bede amali edip توحیدتون نظم العالی العالی. حالا نگاه کنید، ظاهرا این امالی بعد از حضرت محمده. خب اله خلق مولاموز الهی خلق مولاموز خدادر قدیم اولدر با اوصاف کمالی، به اوصاف کمالی.
Encamı nədirdir? Sonu nədirdir? Ola kim affedə mola günahın, ola məxtum sa'd ilə meali. Benim her dem duayı xeyrim olur, o kim bugün baka اولاد عالی. حالا bizim dedeler ما پدران ما اینو اگه میفهمیدن خودکشی میکردن. ببینید من شعر آخرشو میخونم، اولیشو فکر میکنم همه اولا کیم هر کسی که باشه افده مولا گناهن گناه مولا رو عفو بکنه، اولا مختوم سعد ایله معالی، او با مختوم سعد، حالا احتمالا فرزند سعد یعنی خوشبخت میشه، معالی مکانش جایگاهش. benim her dem benim her dem duای خیرم olur. هر دم هر لحظه دعای خیر رو میگیرم، alırım میگیرم. O kim؟ اونی که bir gün baka اولاد عالی، اونی که یک روز فقط بچهش رو عالی ببینه، تکریم بکنه بچهش رو، اون هر لحظه دعای خیر دریافت میکنه. ببینید چقدر شعر، این شعر رو ببینید عربیش چی بوده، این به این ترجمه کرده. چه سالی این ترجمه کرده آقا؟ 775، یعنی حدود 900 سال پیش. 900 سال پیش این شعر رو به ترکی ترجمه کرده. خیلی خسته شدم من، 40 بشه دیگه تموم. حالا امروز کتاب نخوندیم که فقط تلاش کردم 40 تا کتاب رو از 200 کتاب براتون معرفی بکنم. ترجمه قصیده سهیلی. حالا یه ترجمه دیگه هم از قصیده سهیلی. سهیلی کی هست و کی شعر گفته و درباره چی گفته و با چه اندیشه‌ای داخل این شعر هستش که این آدم انتخاب کرده این اشعارش رو ترجمه بکنه به ترکی و چه سالی ترجمه کرده، اینها رو ببینیم. تصوف. اول این شعر در مورد تصوف اسلامیه، پس در دوره اسلامیه. زبانش ترکی عربیه، هم ترکی هم عربیه. آغاز قصیده اینه: یا من یرا ما فی الضمیر و یسمع انت معدل کل ما یتوقع. ای کسی که میبینی در آنچه در درون و در فکر ماست، در درون ماست و میشنوی، تو معدل یا معدل یعنی تو عادل ترینی، کل ما یتوقع، تو هر چیزی که توقعش میری تو معدل اونی، تو عدلگاه اونی. حالا اینجا معدل به معنی چی هست باید دید. حالا اینو اومده ترجمه کرده ای ذات کریم دور. این دیگه شعر نیست، این با متن ترجمه کرده. این آدم نمیتونسته شاعر، قریحش به اندازه این قبلیه قدرت نداشت که شعر رو یا شعر قابل چیز نبوده، نمیدونم، تبدیل به شعر ترکی نبوده. این که میگن شعر زبان ترکی شعر نداشته، دوستان ببینید دیگه. حالا مثلا سعدی، حافظ اومدن یه بند عربی رو برداشت نتونسته ترجمه کنه، گفته آقا من ادامهش رو میدم، یه چیزی برای همین میسازم، نتونسته ترجمه کنه. ای ذات کریمی که دورنده مزمر اولانی ol çor reva eşidir intizar ölene hakkı şey sen hazır edici sen. یعنی خب عرض کردم زبان ترکی زبان استاندارد، زبان علمی هست، زبان شعر، زبان فقه، زبان حقوق، زبان تجارت، زبان سیاست، زبان جنگ، زبان استراتژی، زبان اختراع و اکتشاف، زبان آسمان ها و زمین هاست و هر رشته‌ای تخصص، لغات تخصصی خودشو داره. انصاف علی هدایت با اون آشنا نیست، تموم شد رفت. انصاف علی هدایت ترکی رو بلد نیست، متاسفانه ترکی ادبی و استانداردی رو بلد نیست. ترکی کوچه بازاری رو انصاف علی تو کوچه بازار یاد گرفته،
هیچ مدرسه‌ای هیچ دانشگاهی نرفته، اجازه ندادن. نه اینکه نرفته، علاقه داشتم و دارم، هنوزم دارم، اما اجازه ندادن. الانش هم که دیگه زندگی اجازه نمیده. نون باید در بیاریم، زندگی باید بکنیم، به کار بکنیم، زن و بچه نون میخواد، نوه داریم، نتیجه داریم، نتیجه که نداریم نوه داریم، باید برای اینا کادو بخریم. زندگی میان بالاخره پدر بزرگی گفتن که نه، زندگی درگیرمون کرده آقا، فلجمون کرده، نمیتونیم دنبال عشقمون بریم. من الان چند ساله، از سال 2012 دنبال اینم که یه بورسیه در یکی از کشورهای عربی پیدا بکنم، برم زبان عربی یاد بگیرم، چون که بدون بورسیه نمیتونم زندگی بکنم. من چجوری برم مثلا روزی 10 ساعت بشینم درس بخونم، 12 ساعت 15 ساعت درس بخونم و زندگیم چجوری بچرخه، زندگی خودم و خانوادم چجوری بچرخه؟ خیلی هم دلم میخواد برم کشورهای عربی، برای که بچه‌هام نزدیکم که نیستن که بالاخره خرجش کم میشه دیگه، خرجم کم میشه، میتونم وقت بذارم کتاب بخونم، کتاب بخرم. یا البته من دیروز دیدم یکی از دوستان، خیلی آدم بسیار شریفی هست، اسمشو نبرم بهتره چون که حق جواب داره و خب نمیدونم میتونه ببینه بشنوه جواب بده یا نه. ایشون گفته که کتاب فیزیکی چقدر در خونتون دارید تا من بگم چه فلانی بهمانی. دوستان در دنیا کمتر کسی کتاب میخره. کتاب رو میرن از کتابخونه به امانت میگیرن، میگرن میخونن ببرن به اون. من چرا این همه کتاب رو در خونم هست، مثلا به چه دردی میخوره؟ مثلا اونجا مونده که چی؟ در این کانادا من یه چیز دیشم، من حالا فردا عکسشو میذارم براتون یا فیلم میگیرم ازش. همین سر کوچه‌ای که من زندگی میکنم یه خونه بود، یه جوانی بود، البته اخیراً 3-4 ماهی میشه که اسباب کشی کرده رفته، نمیدونم کتابخونه رو برده یا نه. یک کتابخونه کوچیک ساخته بود، گذاشته بود کنار خیابون، بر خیابون، با چوب و شیشه و رنگ آمیزی هم کرده بود، داخلش پر کتاب کرده بود، روش هم نوشته آقا بردارید ببرید بخونید، اگر هم خونه‌تون کتاب اضافه بود بیارید اینجا بذارید. خب کتاب تو خونه من یه بار خوندم، 2 بار خوندم، بقیه‌اشو چیکار بکنیم؟ اون به چه دردی میخوره؟ کتاب خریدن خوبه برای اینکه اون ناشر، اون نویسنده پولدار میشه، اما اینکه کتاب رو بخرید بذارید خونه و نخونید چه فرقی داره؟ که مثلا من الان خودم شخصا اینجا کتابخونه دارم، فکر کنم 1000 تا کتاب توش باشه، بگه بارم نشون دادم، فکر کنم نمیخونم. چه ارزشی داره که مثلا تو کتابخونه من 1000 تا کتاب انگلیسی هست، من 2 تاشو 3 تاشو 5 تاشو بیشتر نخوندم، مثلا به چه ارزشی داره؟ پولم دادیم، یعنی بابتش شاید $10,000 پول دادیم، شاید بیشتر، شاید $50,000 پولشه، نمیدونم چقدر، نمیدونم الان بفروشی $1,000 نمیخرم مجبور کتابو رو، چون دست دوم حساب میشه دیگه. البته منم یه مقدارشو دست دوم خریدم. ترجمه بعدی که میخوام بهتون معرفی بکنم اونو معرفی کردیم دیگه ها، ترجمه قصیده سهیلی، گفتیم که 581 در سال 581 بوده و یعنی حدود 1000 سال پیش، 900 سال پیش حداقلش این کتاب رو نوشته. و کتاب بعدی که میخوایم معرفی بکنیم ترجمه النهج المسلوک فی سیاست المملوک. حالا یک کتاب جالب در مورد سیاست به زبان ترکی. آخه آقا آدم خسته نشه بشینه این کتاب رو توضیح بده، حداقل این اسامیشو بدونه که آقا در این زمینه هم کتاب ترکی وجود داشته. شما یه کتاب پیدا بکنید سیاست نامه، میگن سیاست نامه دیگه، ببینید به فارسی هست، گفته که محمد کشانی متخلص به نحیفی متوفای 1203، این 203 هجری، حدود 250 سال پیش یک کتاب رو نوشته. متوفاش اینجوریه، ممکنه مثلا قدیم‌تر این کتاب رو نوشته باشه. این کتاب حمد و سپاس حضرت ملک علام، دیگه بقیهش عربیشو نمیاره، باعث ترجمه رساله بو وجهله بیان olunur ki
تاریخ هجرت خودش تاریخشو نوشته، چه نوشته نمیدونم. بذار ببینیم اینجا چی میگه. چون که در مقدمه کتاب آمده حمله مغول از طرفی و عدم اتحاد دولت‌های منطقه از طرف دیگر موجب ضعف ملوک دولت اسلامی بنی عباس و تسلط فرنگیان صلیبی ها بر بخش عظیمی از سرزمین های اسلامی حوزه آقدنیز ببخشید اینجا که نون خونده میشه، آقدنیز مدیترانه تا قدس شریف گردیده بود. در این اسنا صلاح الدین ایوبی 589 هجری 532 این آدم متولد شده، در 589 شهید شده. ایشون ظهور کرده و این سرزمین ها رو از کفار خارج شد. ابو النجیب جلال الدین عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله شیزری تبریزی آقا یه تبریزی اونجا بوده، یه تبریزی عدوی تبری نبراوی متوفای 589 هجری قمری رساله عربی به نام النهج المسلوک فی السیاسة المملوک در اسرار سلطنت و تدبیر مملکت برای صلاح الدین ایوبی نگاشت. آقا یه تبریزی یه کتاب نوشته برای صلاح الدین ایوبی به عربی، یه مرحوم بزرگوار دیگری این رو به ترکی ترجمه کرده در سیاستنامه مثل کلیله و دمنه، نه ها که سیاست رو مثل حالا دوستان اینو بگم دیگه تموم، بقیهش بمونه. شاید یه روز دیگه در این باره دوباره این کتاب رو باز بکنم، یه چند صفحه 30 تا دیگه 40 تا دیگه کتاب رو از این رو این بخونیم. به نظر من جالب بود. ببینید یه کتابی هست به نام شهریار که تو ایران هر کسی میگه من اینو میخونم، سیاستمدارا یعنی کسایی که تو کار سیاست هستن یا تو کار سیاست دفترهای سیاسی دولتی هستن یا وزارت خارجه هستن، حتما این کتاب شهریار رو خوندن. حالا این کتاب شهریار رو بذارید دوباره من اینجا اینو پیدا بکنم. ماکیاولی دیگه، حالا ماکیاولی نوشته، چرا بریم اونجا بدش کنیم. آقا ماکیاولی این کتاب رو نوشته. الان تو ایران تقریبا خدای، یا بگیم خدا نگیم، بگیم هر کسی این رو نخونه سیاستمدار نمیشه. چون که تو ایران سیاستمداری پدرسوختگیه. این کتاب هم بر اساس پدرسوختگیه. البته واقعا سیاسیه، یعنی میگه آقا یک ملت رو چجوری باید اداره کرد، راه اداره یک ملت رو میگه. خب گاهی باید دروغ گفت یا راست گفت یا باید اله رفت یا بله رفت، اینجوری یعنی چیزه. من خودم این کتاب رو خیلی نخوندم راستشو بگم، یه چند دارمش، هم در اینجا دارم هم در تبریز دارم، اما واقعیت اینه که یادم نیستش که خونده باشم کامل. ولی به هر حال چون تو دانشگاه درسشو خوندم، حتما تو دانشگاه من اینو یه مقداری خوندمش حتما. اگرم خونده باشم حتما یه مقاله دربارش در روزنامه سلام دارم حتما. حالا به هر حال ممکنم هستش که به اسم یکی دیگری نوشته باشم، چون بعضی وقتا برای اینکه پول بگیریم ما تو روزنامه سلام حقوق نمیگرفتیم، اوایل مطلب میگرفتیم، حق و تحریر این بود که شما مثلا هفته 2-3 تا بیشتر مطلب ازتون چاپ نمی، به اسم خودتون چاپ نمی‌کردن، مجبور بودید مثلا من به اسم همسرم چاپ می‌کردم، همسر سابقم چاپ می‌کردم، به اسم دوستانم چاپ می‌کردم، مادرم، پدرم، بعضی عزیزانی که میشناسم به اسم اونها مقاله چاپ می‌کردم، پولشو می‌گرفتم. روزنامه میدونست من نوشتم، پول به من میداد، چون اما کسایی که روزنامه رو بیرون میخوندن اونا نمیدونستن که این رو دوباره انصاف علی دیروزم نوشته، امروزم نوشته، فردا هم مینویسه، هر روز مینویسه. نه اینجوری نبود. اینو مثلا بالاخره یه اسم دیگه بود، یا خودم یه اسم دیگه، مثلا یه اسم جالبی داشتم الان یادم نیست، اونقدر اسم مستعار داشتیم که وقتی انصار حزب الله در آخرین مقاله‌ای که من در روزنامه سلام چاپ کردم و اخراج شدم، خیلی برام سخت تموم شد، خیلی برام تموم شد، سخت تموم شد، خیلی سنگین تموم شد، سخت که عرض بکنم، خیلی سنگین، مثل اینکه مثلا 10-12 سالی بدون کار موندیم.
ممنوع الکار بوده در اصل و هر جا کار کردیم پولمون ندادن. روزنامه سلام کار کردم پولمون نداد. بذارید حالا بگم دیگه. روزنامه زن هاشمی رفسنجانی کار کردم پولمون نداد دو سه ماه. روزنامه ایرانیان یکی از این ملی مذهبیان ها انداخته بود، الان اسمش یادم نیست، هنوز چاپ نشد، اون به مرحله چاپ نشد، داخلی چاپ کار میکردیم. من اونجا یه دبیر سرویس بودم، کار کردم پولمون نداد. روزنامه اخبار کار کردم پولمون نداد، همین که الان اومده این تو بی بی سی فکر میکنم کار میکنه، اون پولمون نداد. دیگه کجا کار کردم؟ اومدم تبریز، حالا یادم نیست تهران کدوم کار کردم پولمون نداد دیگه. اومدم مجبور شدم بگم تبریز دیگه، زندگی پول میخواد، اینا پول نمیدن. هر کی هم میخوام بگم آقا پولمو بده، میگه که برو هر کجا میتونی از اونجا بگیر، شکایت میکن، پول نمیدن. برای چی؟ برای چی؟ اطلاعات پشتشونه، میدونه که من هر جا برم دست من خالیه. چی کسی به من حرف من گوش میکنه پول بگن محکوم بکنه روزنامه رو بخواد، چون وزارت اطلاعات پشتشه دیگه. یا وزارت اطلاعات اشاره میکنه که آقا پولشو ندید بذارید درش بره، مثلا از اینجا پاشه بره. بعد اومدم تبریز، شمس تبریز کار کردیم، حالا جاهای مختلف کار کردیم تبریز. اون جاهایی که کار کردیم دوستان دانشگاهیمون بودن و اینا لطف داشتن پول میگرفتیم. اومدیم شمس تبریز کار کردیم، حامد ایمان هم پول نداد. اومدیم احرار، سردبیر احرار شدیم، خورد به انتخابات براشون، فکر کنم که 24-25 شماره حداقل روزنامه رو تک جان ما به تنهایی تمامی صفحاتش از اول تا آخر به قلم خودمه، الا یکی دو تا مطلبی که اسم داره. هر مطلبی که در اونجا اسم نداره یا اسم من زیرشه اون مال منه. هر مطلبی که به غیر از اسم من باشه، اسم داشته باشه، اون مال من نیست. انتخابات بود، آقا آگهی میگرفتیم و فلان و بهمان، پول میساختیم. هر شماره 5 میلیون تومان 4 میلیون تومان پول میساختیم. آخرش هم بعد 3-4 ماه کار گفتش که آقا برو شکایت کن، من پولتو نمیدم. منم پدر سوختگی بلد نبودم، میدیدم بقیه تو روزنامه ها وقتی آگهی میگیرن اول پول خودشونو برمیدارن، بعد با اون مدیر مسئول دعوا میکنه ولی به هر حال این اول پول خودشون برمیداره. من این کارو نکردم آقا، من پدر سوختگی رو هنوزم بلد نیستم. در نتیجه چی شد؟ احرار گفت آقا برو شکایت کن. ما شکایت کردیم، دادگاه گفت آقا چی برو پی کارت. وزارت کار شکایت کردیم، گفت آقا برو پی کارت. دستگیر شدیم، شکنجه شدیم، شکایت کردیم علیه کسایی که ما رو شکنجه کردن. تو ایران تو زندان بودیم، شکایت کردیم، دادگاه نظامی شکایت کردیم، دادگاه عمومی شکایت کردیم، دادگاه انقلاب شکایت کردیم. حالا اینو گفتم دوستان، من اینجا یه سند بذارم. من اگر زنده باشم و یه کشوری شکایت من رو بپذیره، من و خانوادم، حتی همسر سابقم، الان بر اساس اون شکایت هایی که کردن بر علیه ایران و دهها بلکه صدها میلیون دلار گرفتن، حق من و خانوادم بیش از 1 میلیارد دلار. یا اینقدر صدمه دیدیم، اینقدر صدمه و آسیب روحی و جسمی و مالی دیدیم که هنوزه از زیر اون شکنجه های جسمی و روحی من رها نشدم. هنوزه خوابهای وحشتناک رو دارم. هنوزه وقتی یه پلیس رو در کانادا میبینم میترسم، مثل بید میلرزم. این ترس رو من در ایران نشون نمیدادم، طبیعتا اینجا هم ترس رو نشون نمیدم، ولی تو دلم میلرزه دلم. من حتی اینجا یه پلیس یه بار با صحبت میکردیم، گفت چرا؟ گفتم من از پلیس میترسم. گفت چرا؟ پلیس چیه؟ ترس نداره. گفتم من از پلیس خاطره خوبی ندارم، از پلیس ایران. هر کسی که این لباس تنشه و این مسئولیت تنشه و این اسلحه گردنشه و میتونه هر کاری دلش بخواد بکنه و هیچ کس هم نمیتونه چیز بکنه، من ازش میترسم. در نتیجه اگر یه روزی مستقل بشیم یا یه کشوری، من چون آمریکا متاسفانه نیستم، اگر سیتیزن آمریکا بودم حتما شکایت میکردم، من غرامت میگرفتم. من کانادا شکایت رو نمیگیره. اگر یه روزی کانادا وارد بشه و این شکایت رو بگیره،
یا خودمون مستقل بشیم، من این غرامت رو باید به من بده ایران. من، دخترام، پسرم و زن سابقم، مادرم و پدرم. حالا بقیه فامیلای نزدیک که چقدر دچار دردسر شدن و چقدر تحت فشار روانی و سیاسی و اجتماعی بودن، هنوزم که هنوزه بسیاری از فامیل با ما تماس نمیگیرن. حتی با مادر من که تنهایی زندگی میکرد، پدر من، اصلا تماس نمیگیرن. تماس نمیگیرن از ترسشون که کارشون رو، زندگیشون رو از دست میدن، دستگیر میشن به هر بهانه‌ای. یعنی خب قصیده چیز رو هم بگیم آقا. اینم گفتیم 1000 سال حدوداً 900 سال پیش تا 1000 سال پیش نوشته شده. ازش هم خوندیم. بله ازش هم خوندیم. 40 رو هم معرفی کردیم. نه ببخشید اونجا رو رفتیم. قصیده ترجمه سهیلی رو هم خوندیم. 40 این کتاب سیاستنامه رو داشتیم میگفتیم. ترجمه النهج المسلوکی فی سیاست الملوک، مترجمش محمد کشانی متخلص به نحیفی، در سال 1203 ایشون فوت کرده. کتاب رو حدود 300 سال پیش نوشته. اینجوری که اینم خوندیم. البته این کتاب اصلش که به عربی احتمالاً نمیدونم، باید بقیه رو بخونیم. در دوره صلاح الدین ایوبی این کتاب رو نوشته، داده به صلاح الدین ایوبی که چطوری دولت‌ها رو نگه داره. حالا اگه فارسا بودن میگفتن که کنار اون صلاح الدین ایوبی یه آدمی هستش که فارسه، اون صلاح الدین ایوبی رو ایوبی کرده. حالا مثلا دیدم تو سریال های ترکی هم آوردن یه تعدادی از این افرادی که فارسن، مثلا کنار اینها دیدم در یه سریال دیدم که ترکیه ساخته دوباره. اینجا یکی از این آدم ها اسمش فارسه، بدترین ذات اون فیلم رو، اون منفی رو اون بازی میکنه. حالا ابو نجیب جلال الدین عبدالرحمن بن نصر بن عبدالله شیرازی، اینم که گفتیم کجا بود، رساله عربی رو نوشته و اسرار سلطنت و مملکتداری رو برش نگاشته. کتاب مهمی در مملکتداری و سیاست بود. مترجم مذکور آن را به جهت سلطان عبدالحمید اول. خب این کتاب رو برای عبدالحمید اول عثمانی نوشته 1203. خب پس اون سال این رو از عربی به ترکی برگردانده. این کتاب شامل 20 باب می باشه و برای نخستین بار به سال 1257 در مطبعه بولاق مصر، در مصر اسمش بولاق چشمه، بولاق. حالا چشمه ترک فارس دوستان، کلمه چشمه فارس یا ترکه؟ از چشمم باشه فارس یا ترکه؟ بولاق ما میگیم، اما چشمه رو حالا بعداً صحبت میکنیم. مصر به چاپ رسیده است. گزارش، حالا نسخه رو هم خیلی در موردش توضیح میده، ویژگی هاش هم توضیح میده و بعد دیگه 30 ساق من سلامت. خسته شدم، بیش از 2 ساعت الان دارم این کتاب ها رو معرفی میکنم، خیلی روده درازی میکنم، اما فکر میکنم بعضی جاها لازمه. روز خوبی رو برای همه شما آرزو میکنم. امیدوارم که روز دیگر با مطلب دیگر در خدمتتون باشم.